السلام علیکم. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که ما همیشه با شما اینجا درباره آینده تاجیکستان، فردای تاجیکستان صحبت می‌کنیم. تماشابینان عزیز و گرامی، پیش از آن که من برنامه را آغاز کنم، از یکایی که شما خواهش می‌کنم که به من در چت یوتیوب خبر بدهید که آیا صدای مرا میشنوید یا نه. اگر شما به من خبر دادید که صدای مرا میشنوید، حتما با هم برنامه را آغاز می‌کنیم. بفرمایید. کسانی که مرا میشنوید، لطفا خواهش میکنم به من خبر بدهید که صدای مرا شنیده ایستادید. میگویند که صدا هست و سیما نیست. انشالله که صدا باشد، سیما هم امیدوارم پیدا می شود. تماشاگران عزیز گرامی، امروز برنامه فردای تاجیکستان است و ما درباره یک روز تاریخی صحبت میکنیم. روزی که در تاجیکستان همچون روزی صلح و وحدت ملی جشن میگیرند. یک دقیقه، اگر میگن که صدا هست سیما نیست. دوستان عزیز مرا میبینید؟ کسانی که حالا در برنامه میبینید که من پیدا شدم، لطفا خبر دهید. حتما برنامه رو آغاز میکنیم. سیما پیدا شد دوستان عزیز؟ خوب شد. دوستان میگن که خوب شد. برنامه رو آغاز میکنیم. تماشابینان عزیز، امروز ما در برنامه درباره صلح تاجیکان صحبت میکنیم. روز تاریخی 27 ایون سال 1997 به وقوع پیوسته است. یعنی جانب مخالفین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با حکومت همان وقته تاجیکستان و حالا هم همان وقته است، یعنی به هم دست صلح دادند، دست آشتی دادند. اما آیا این دست آشتی بود یا نه، امروز ما صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، کسانی که ما را میشنوید و میبینید، در تاجیکستان 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو در پرزیدنت هتل امامعلی رحمان با رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک استاد سعید عبدالله نوری سازشنامه استقرار صلح را امضا کرده هستند. و آیا استقرار داشت این صلح ما یا نه، امروز باید صحبت کنیم. تماشابینان عزیز، در رسانه های دولتی، در سایت دانشگاه ها، دانشکده ها، کالج ها، در گزیت ژورنال های دولتی، همه جا پر است که امامعلی رحمان صلح کرده است. اما صلح که با یک دست نمی شود، دست دویم که باشد گفتن نمی شود. همین بس است که ما صلح نکرده ایم. همین دلیل بس است که ما بگوییم که صلح نشده است. چون که اگر صلح میشد، باید امامعلی رحمان از جانبی که صلح کرده است، آن صلح کردگان کی بودند، حاضر هستند یا نیستند، اگر هستند در کجایند، اگر نیستند کجا رفتند، باید گفته شود. این نامردهای در درون ناخونک صلح کردگی با امامعلی رحمانوف چه خیل مرد بودند که همین دست دادن، صلح کردند و گم شدند دیگه. نه نامشان هست نه نشانشان. همینطور فکر میکنم این خیل نیست. انیقش هم همین است که این خیل نیست. انیقش همین است که فقط نام آنهای گرفته می شود که امروز همچون صلح به میان آوردگان واقعا به صلح خیانت کردند، به صلح توف کردند و بعد امضای سازشنامه استقرار صلح یک به یک آنهایی که با این امامعلی رحمان صلح کرده است گرفت، زندانشان کرد، گرفت
کشتشان، تارمارشان کرد. باز از گشته مهاجر و سربسر و سرگردان و دربدر و به کشورهای دنیا پراکندهشان کرد. یعنی در وعده اش نایستاد. در آنجا عفو عموم وجود داشت. عفو عموم بعد از صلح یعنی همدیگر بخشی. همدیگر بخشی چنان شد که هیچ یگان نفری که در اون استقرار صلح حضور داشت امروز یا کشته شده است، یا به زندان افتاده است، یا سربگریز شده است و همه کمی کمش اگر در همون اطراف ها وجود داشته باشد بدنام شده است. بدنامش کرده اند و گویا که هیچ یک حضور در روند صلح نداشت. در روند صلح آفری یگان کوشش نداشت، اهمیت نداشت، اشتراک نداشت و فقط این یک گلون رول شخصی بود، امام علی رحمان، که یک خودش طاق صلح کردگی است. یک خودش طاقه، یعنی این چه خیل صلح بوده است که یک خودش تنها میشده است. درست است سرلشکر یا که رهبر یک دولت میتواند خودش تنجی امنی آسایشتگی بیارد به شرطی که با طرف مقابل صلح نه، طرف مقابل را ضعیف دریافته تارمارشان کند، از بین ببردشان، از دم تیغ بگذراند و صلح بیارد. در این وقت درست است، یعنی هم با ضررها رو بی ضرر میکند، صلح میبرد. اما در اون وقتی که استقرار صلح شدگی بود، تا 25 کیلومتری شهر دوشنبه مجاهدین، قوه‌های نظامی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک آمادگی بودند. امام علی رحمان در ترس مخالفین قرار داشت و 3 روز 4 روز گفت به نقل خودش، از روی نقل خودش 3 روز و 4 روز از همون اتاق کاری خودش نمی برآمد از ترس، از لرز. لازم شود در همان جا بسطیل قضای حاجت میکرد، لازم شود، اما برای برآمدن به کوچه میترسید، میلرزید. خودش نقل کرده است که چندین روزها میشد که در همون از اون اتاق کاریش نمی برآمده نمیتونست و به خونهش هم دل گرده رفتن نداشت. رفته دل گرده دختران و فرزندانش را خبر گرفتن هم نداشت. گرد اطراف دوشنبه زیر تصرف مجاهدین، قوه‌های نظامی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک قرار داشت. گرد اطراف دوشنبه، در دوشنبه در محاصره‌اش بود. یک قوه نداشت که با مجاهدین سر به سر شود. در همین حالت مجبور شد که با کفالت چند از کشورها به مانند روسیه، ایران چیکار کند؟ به صلح سر فرارد و نهایت گفت و شنیدها به صلح سر فرآورد. اینجا من چند از اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک از بعض فروخته شدن ها، از بعض به ضعف رو آوردن ها، به فریب داده شدن ها، فریب خوردن هاشون هم میخواهم گفته گذرم، اما میگویند که توف کنی برای خودت برمیگردد. برای همین اینجا جای گپ نیست. واقعا هم من میگویم که کسی مرا ملامت میکند، سرزنش میکند، گفته هایت نادرست میگوید، بگذار همین طرف باشد. من میگویم که حالا سرکرده ها، رهبریت مخالفین، همتون خواهید نخواهید، من این چیز رو میگویم
گناهکاری اساسی امروز به قتل رسیدن ها، امروز سرکوب شدن های ملت، امروز رو پراکندگی آوردن ملت ان همین اپوزیسیون است. همین اپوزیسیون است که با همین امام علی رحمان صلح کرده است. دیگه هیچ کس گناهکار نیستند. سرکوب شدن، سرخم شدن. ببینید یک ملتی که از اولین ها شده در بین کشورهای جماهیر اتحاد شوروی از اولین ها شده بر ضد کمونیسم سر برداشتند، دموکراتیک کنونی جامعه را خواستند، برای برقراری دموکراسی اولین قوه های دموکراتی در تاجیکستان به میان آمدند، از خودشان درک دادند، اولین آزاداندهشان، اولین روشنفکران به میان آمدند، میدان نشینی ها، تظاهرات های آزاد همه در تاجیکستان به میان آمد، از اولین ها شده. دیگه کشورها خواب بودند، اما با ساده لوحی، با باور کردن ها به همین قاتل امام علی رحمانوف و به اطرافیانش، به خواجگانش، از ساده باوری های مخالفین ملت سرکوب شد. روشنفکران، همان هایی که در میدان ها بودند، بر ضد ناعدالتی ها سر برداشته بودند، برای دولتی کردن زبان تاجیکی مبارزه برده بودند، برای به میان آوردن خط فارسی کمری همت بسته بودند، شب و روز تلاش می‌ورزیدند، برای در مکتب ها درس دادن زبان فارسی و عموما برای زبان تاجیکی یک مقام و منزلت خودش را یافتن مبارزه ها برده بودند، برای استقلالیت تاجیکستان مبارزه برده بودند. همون نفران خیلی کمی در کم بودند، در حالی که همون زمان ها انا همین امام علی رحمانو اطرافیانش برای برقراری SSR و بر ضد مستقلیت تاجیکستان آواز داده بودند. خود همین امام علی رحمان هم بر ضد استقلال تاجیکستان آواز دادگی است و تمام اطرافیانش، چون این کمونیست بود، دیرکتور کالخوز بود، میبایست بر ضد مستقلی تاجیکستان آواز دهد. در تاریخ این چیز موندگی است. همه اطرافیانش. اما آنهایی که برای مستقلیت تاجیکستان مبارزه بردگی هستند، آنهایی که گفتگی هستند باید تاجیکستان مستقل شود، استقلال تاجیکستان را طلب کردگی هستند، دولتی کردن زبان تاجیکی و بلند برداشتن مقام زبان برای بلند برداشتن مقام زبان تاجیکی تلاش کردگی هستند، امروز وجود ندارند. همه آنها یا سرکوب شدند، یا کشته شدند، یا گریزه شدند، به چهار طرف دنیا گمنام شدند، بدنام شدند، رفتند و مان فقط امام علی رحمان و 4 بندیت هایی که از عهده دزدی میبرایند و به امام علی رحمان پول دزدیده میتوانند، تاجیکستان را غارت کرده به کیسه امام علی رحمان برده داده میتوانند. همین ها موندن تمام. و موندگی ها آنهایی هستند که میدونند که اگر چاپلوسی نکنند، اگر لگن برداری نکنند، آنها هم تقدیر آنها هم برابر با تقدیر همان پراکنده شدگان و به زندان افتادگان و سرسان و سرگردان شدگان می شود. برای همین امروز به خودشان صلاح دانستند که در همین موقعی چاپلوسی، لگن برداری و همین سناگویی و مدخانی بیستند. یک عده همین بیناموسان. اما آنهایی که ناموس داشتند، مردانگی داشتند، وجدان داشتند، نتوانستند با این امام علی رحمان بودند. نتوانستند. اگر سر به سر شوند با همون خونخواری، با همون خون ملت ریزی به میان می بیاید، چون که این به همه اعلان کرده است من با خون آمدم، با خون می روم. به سر نشوند، اگر خودشان سرکوب می شوند، برای همین ضرور اسپیت کرده باشند، یعنی فرصت یافتگی باشند که از چنگال این ظالم خلاص شوند، تاجیکستان را ترک گفتند، یا اینکه حالا در زندان هستند چون که فرصت نیافتند که
тоҷикистонро тарк гӯянд бо ҳамин тинҷӣ ва бидуни ин ки бо Эмомалӣ Раҳмон сар ба сар шаванд ва ҳоло бошад ё дар зиндон ҳастанд, ҳамин хел ё саркӯб шудагӣ ҳастанд, ё бадном шудагӣ ҳастанд, ё дар ҳиҷратанд. Анакнун тамошобинони азиз, ман барои чӣ мухолифинро сабабгори асосии ана ҳамин қотилиҳои Эмомалӣ Раҳмон ва ҷуръату ҷасорату шуҷоати Эмомалӣ Раҳмон бо командаш барои қатлу куштори миллат ва саргардонии миллат ва саркӯбкунии миллат баланд шуданаш, яъне ин ҷасоратҳояш баланд шуданаш муҷрим. Барои чӣ ман мухолифинро медонам? Барои он ки дар вақте ки ин Эмомалӣ Раҳмон ба дуздӣ ҳоло сарфам намерафт, ба ғорат сарфам намерафт, гуфти худаш аз як нафар галстук, аз як нафар шим, аз як нафар костюм, аз як нафар курта, аз як нафар майка, аз як нафар турсик талабида кор мекард, он вақтҳо инҳо чӣ гуфтанд? бигзор камтар сулҳ пойдор шавад, бигзор як камтар мардум ба худаш биёяд, бигзор камтар як ин мотамҳо аз байн биравад. иншоалло ки барои сохтани Тоҷикистон кӯшиш мекунем. ҳоло бошад вақти иваз кардан нест, яъне дар вақти ҳамин хел ҳолатҳо мо набояд ба иваз карданҳо, ба ислоҳотҳои кадрию дига ва ҳоказоҳо кӯшиш кунем. вақте ин гуфт ки биёед як 5 соларо 2-5 сола кунем, розӣ шуданд. вақте гуфтанд ки 2-5 сола не, як бор 7 солаҳа кунем, розӣ шуданд. вақте бо гуфт ки не, 2-7 сола бо розӣ шуданд. вақте гуфт ки умрбод, бодам назадан, ҳа ҳе ҳу гуфтанд мондан. тамом ин истода омадан гирифт. бубинед, баъди истиқрори сулҳ чанд бор қонундигар шуд, чанд бор маҳз дар сари қудрат мондани ҳамин як нафар баррасӣ шуд ва қонунӣ шуд. магар ҳамин дар сари қудрат ба дурудароз мондани як нафарро қонунӣ кардан, ин худ роҳ кушодан ба қасдгириҳо, яъне қудрат гирифта ёди гузаштаҳо карданаш, ба ин роҳ кушодан, ин як роҳ кушодан нест. албатта ин як роҳ кушодан буд. ана ҳамин мухолифин бо ҷим истоданҳояшон карданд ки ин золим қудрат бигирад, ин золим аз худ биравад, ин золим ҷасорат пайдо кунад ки моли миллатро ғорат кунад, ин золим ҷасорат пайдо кунад ки тамоми дору мадори кишварро аз они як оилаи худаш кунад. яъне аслан дигар дар принсипҳои давлатдории Тоҷикистон ё ки дар принсипҳои ҳукуматдории Тоҷикистон миллат гуфтани гап вуҷуд надорад. як чӣ мондааст? оила, яъне оилаи як нафар. ҳар куҷо як дороии миллат дорад, ҳар куҷо як моликияти миллат дорад, Тоҷикистон дорад, дар он ҷо дасту панҷаи як оила вуҷуд дорад. магар ҳамин сулҳдорӣ аст? магар ҳамин кӯшиш ба пойдории сулҳ аст? шумо фикр кунед, вақте ки як нафар баъди сулҳ қудрат гирифта тамоми моликияти миллатро аз они як оилаи як худаш карданро ҳаракат мекунад, магар ин ба пойдории сулҳ ҳаракат кардан аст? дар пеши чашми мардум роҳҳо пулакӣ, узви парлумон ҳамаш куло унҳо, ҳамаш бидуни ихтисор куло унҳо,
فقط دست برداشتن رو میدونن، کنوپک جقیدن رو. هارو کسی باور ندارد همون تگمه های پارلمان رو یک بار اجازه گرفته رفته بیند. در همین کشورهای اروپایی بیناهای پارلمان اونجایی که وکیلان مجلس میگذارانند رفته برای توریست ها تماشا کردن اجازه است. بیمالول توریست ها رفته وقتی غیر کاری وکیلان رفته تماشا میکنن، میبینن اونجا چگونه مجلس میگذارانند و هکذا ها. یک اجازت بگیرید رفته بینید همین تگمه ها کو شده رفتگی است، خطش نمینماید. تگمه نه نپناه ایستاده است، در عمرش جقیدگی نیستن. زید گفتگی گپ در تاجیکستان وجود نداره. ها 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 همه گپ همین حکومت. یعنی وقتی که همه گفته های یک جانب اجرا کرده می شود، یک گفته های یک حکومت دار اجرا می شود و یگان ابتکار از جانب پارلمان، خودی عضو پارلمان برای تغییرات یا که اصلاح قانون نیست و 70% 80% پیشنهادها برای اصلاح قانون، تغییر قانون یا قانون نو از جانب حکومت اجراییه به پارلمان فرستاده می شود و بدون هیچ یک ملاحظه تگمه ها جقیده می شود. این گفتنی گپ هست که در تاجیکستان به صلح توف کردگی هستند. همین گفتگی یک نفر خوب به ملت فایده دارد، خوب به ملت فایده ندارد، باید پارلمان تصدیق کند، باید مجلس ملی تصدیق کند که مجلس ملی تصدیق میکند. مجلس ملی کی است؟ رئیسش رستم جان تصدیق میکند، دستگاه تقسیم تصدیق میکند و دستگاه هیچ ربطی ندارد، ببخشید. و رئیس جمهور تصدیق میکنه. رئیس جمهور کی است؟ خودی همین خودشون. پس خودی همین سیستم جوری کرده شدگی و همین سیستم جوری بودگی مگر توف کردن به صلح نیست؟ و همین کیها جان گرفتگی بود. کیها این سال 2015 وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریستی اکستریمیستی اعلان شد و مثلا گریم اکثریت عضو ریاستش زندان شدن، گریزه شدن، به اروپا پناه بردن، به دیگر کشورها. تا این نه کیها سال 1997 می همون از سال 1997 این طرف چندین کماندون ها کشته شدن از یک طرف. وقتی که امام علی رحمانوف کماندون ها را میکشت، استاد سید عبدالله نوری خدا رحمتشون کند به این بودن که امام علی رحمان درست کرده ایستاده است، چون اونها کورون نادرست کرده ایستادن. ما به این صلح دست دادیم، باید به چه قیمتی نباشد ما وفادار باشیم. به این باور بودن استاد نوری. لیکن از این غرامیگری های امام علی رحمان خیلی کم درک شاید داشتن که این از یک طرف به ضعیف کردن ها دست همت بس کردگی است، یعنی کمری همت بستگی است و آیسته ضعیف کرده آمده ایستاده است و چندین نفر رو به منصب طرف خودش گردانده ایستاده است، مثل دولت دسمان گفته نهضتی ها داویده گشتن. یکی میبینید که دولت دسمان رفت است بغلی امام علی رحمان با چند تا همین خیلی هاش و آیسته اومدیم به این روز خوردیم که بی‌ملال میرود در گجا باشد عملیات جنگی میگذراند، مردم رو به قتل میرسوند و بوی ایبو اومده میگه که فرمان بی‌ضررگردانی رو من دادم. یعنی جوانان ملت رو رفته میکشید، میگه که من فرمان دادم که رفته کشیدشون. من جسارت مخالفین حالا هم مثلا گریم حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریتش اساسا در سالهای 2012 2013 2014 همین سالها یک لقب گرفته بودند، صبر.
мо наҳзатиҳо номамон ҳизби собирон шудагӣ буд. ҳизби собирон барои чӣ? ба ҳама ахмақиҳои ҳамин Эмомалӣ Раҳмон сабр мекардем. Барои чӣ? Барои он ки мо мегуфтем мо даст додагӣ будем ба ин номард. мо даст додагӣ будем ки дига ба ҷанг барнамегардем. дига намехоҳем ки модари тоҷик гирья кунад. дар хонаи тоҷик мотам бошад. дига намехоҳем ки як ҷавони тоҷик ба қатл расад. аслан наҳзатиҳо хеле ҳамин чизро сахт қабдагӣ буданд. сабр кунед, ҳамаш нағз мешавад. сабр кунед, ҳамаш нағз мешавад. сабр кунед, ҳамаш хуб мешавад. умри золим кӯтоҳ аст. золим ҳеҷ вақт ба мақсадаш намерасад. мо бояд сабр кунем, чунки мо ба сулҳ даст додагӣ ҳастем. гуфта омаданд, аммо ин золим умраш ҳам дароз будааст, ин намемурдааст, ин чанд бор куштемаш. яъне Эмомалӣ Раҳмон мурд мегӯем, ба ягон бункер медорад, баъд аз як ҳафта дидед бо баромадааст, бо гапа сар кардааст. як 4-5 рӯз гум мешавад, мурд мегӯянд, бо пайдо мешавад, бо гапро сар мекунад. бубинед? лекин ин золим на мурд, на зулмаш аз байн рафт, на адолат барқарор шуд, балки зулмашам ба дараҷаи аъло расида истодааст. ҷасораташ ба зулм, ба куштан, ба қатл ба дараҷаи аъло расида истодааст. ана барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки мо дар вақти сулҳ ва дар вақти сабр карданҳо, то ин ки дигар хуни миллат рехта нашавад, то ин ки дигар миллат бесару сомон нашавад, мо Эмомалӣ Раҳмонро нашинохтаем. ва ҳамун сабр карданҳои мо ки дигар хуни миллат рехта нашавад, дигар бояд сабр кунем, дигар бояд тоқат кунем, ҳамун сабр карданҳои мо фикр мекунам ба ягон на тактикаи ҷангӣ рост мебояд, на ба ягон ҳамун чиҳои талаботҳои сулҳ рост мебиёяд, на ба ягон талаботи шариату Қуръону суннат рост мебиёяд. Ягон чиз ба рост наомад. Чунки дар аксари ҳолат вақте ки сулҳ шудагӣ буд, сулҳ то ҳамон замоне пойдор мемонад, то ҳамон замоне давом меёбад ки ҷониби дигар низ ба ин сулҳ пойдор бошад. масалан ма аз рӯи шариат нигарем, чандин маротиба масалан яҳудҳо шартномаи бастагиашонро вайрон мекунанд, аҳди бастагиашонро вайрон мекунанд, сулҳ шикаста мешавад ва мераванд пайғамбар ҳамун яҳудҳое ки шартнома баста буданд аз сари нав ториморашон мекунанд. ин мегӯянд ҷазои шумо аст ки шумо ба сулҳ пойдор наистодед. бояд ҳамун Раҳмон ҳамун вақте ки як куртаро аз як ҷураш, як галстукро аз як ҷураш, он вақт секинхен набуд, агар секинхен мебуд нағз мешуд ку. як турсукро аз як ҷураш талабида ба сессияи 16 шӯрои олӣ меравад ва дар давом ҳамин хел ба гуфтушунидҳои пеш аз сулҳ меравад ва сулҳ мекунад ва дар ҳамун ҳолаташ аллакай бояд ин масъалаҳо дида мешуд. ҳеҷ вақт роҳ дода намешуд ки дубора қонун конститутсияи Тоҷикистонро иваз кунад. ба ӯ ҳақ дода намешуд ки дигар президенти умрбод шуданашро заминагузорӣ кунад. ана барои ҳамин тамошобинони азиз, ман имрӯз ҳаминро гуфтан мехостам ки минбаъд барои мо ин дарс бошад. минбаъд ба ҳеҷ ваҷҳ гуфтушунид бо Эмомалӣ Раҳмон, бо командааш вуҷуд надоштагӣ бошад. ягон гуфтушунид ҳам шавад, ягона талаби истеъфои вай ва ҳукуматро ба мардум супориданаш бошад. ва минбаъд ба ғайр аз Эмомалӣ Раҳмон ҳам ба ҳеҷ як ҳукумати миллат бояд
سبک نظری نکند. باید جدی اهمیت بدهد. باید ملت حکومت را به دست بگیرد. هر کسی که کوششی در قدرت ماندن کرد، کوششی اقتدارش را زیاد کردن کرد، کوششی به اهل و اولاد خودش دار و مدار کشور را دادن کرد، باید سرنگون کرده شود، دفع کرده شود. همه این را ما تماشا کرده شیشتیم. بعضی همین سرکردگان مخالفین فرزندانشون همین بچه های امام علی رحمان رفت گفت که فلان دارویی هست هست یا به فلان پول ارزانکک یا میدهی یا جرست میبروریم. برای اینکه جرستشون نبراید دادن. ما گیر گفته به رستم جان. من بعضی از همین بیزنسمن های کلانی همین چی های مخالفین هم تو پدرکه کردن دارایی هایشان رو به گپ هم تو بزور یا صدایشان برآمد یا نه، یا در سود اشتراک کردن یا نه، هم تو دادن سیکین آهسته‌کک به امام علی رحمان دادن. ولی از همین ها همین کشی خون نمیبراید. همین قدر سخت مردنی هستن که 2 میلیون 3 میلیون هم تو امام علی رحمان بدادن. اقلا سود برفته آوازشون نبرآمد. با همین بعضی از مخالفین پشتیبانی میکرده گشتن، سر بالا کرده گپ میزده گشتن آرامی 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 ما این پول را میابیم، ما این دنیا را میابیم، لیکن صلح امانی را نمیابیم. صلح امانی که از دست رفت این میلیون ها 10 برابر و 100 برابر صرف میشود گفتن. خیلی گپ های به معنی بود. همه رو متقاعد کرده توانستن که واقعا درست است. این پول ها رو یک آدمی که این پول ها رو یافته است باز مییابد. لیکن صلح امانی که از دست رفت، خانه مردم که سوخت، به دست آوردن دیگر مشکل است. یک نفر یک مادر فرزندش را از دست داد، دیگه او فرزندی او بر نمیگردد. واقعا اطرافیان متقاعد شدن که درست میگه. لیکن ببینید که با از خود کردن این مبلغ ها، با از خود کردن این تجارت ها، این رژیم مقتدر شد، قدرت گرفت و جسارت پیدا کرد که به سوی ملت تیر کشاید، ملت را سرکوب کند. هر کسی که او را تنقید میکند جزایش باید زندان باشد یا قتل باشد یا هیچ نه همت کنند. کمتر خودشان را به نادانی میزنند، تاجیکستان را ترک میکند، دیگه یاد تاجیکستان نمیکند تا مردنش. ما حاضر همین شب روز هزارها نفرانی یک پایشان لبی گور شده داریم که فکر کرده ایستادن که یک تینجی میشته باشد، امانی آسایشتگی میشته باشد که قدمشان به تاجیکستان نرسد، هم اقلا مردهشان رو به گورستان های تاجیکستان گور کنند. در همین حالت قرار داریم. چندین پیرکیان رو دیدم، چندین سال خورده ها رو دیدم که با همین امید هستند. اما این صلح آور کار رو به جای آورده رسانیده است که حتی پیرکی های 70 ساله و 80 ساله و اینها گریزه شده هستند. پیرکی ها به این چی میگوید؟ کسانی که حرفای گفتنی دارید مرحمت به برنامه وارد شوید. کسانی که میخواهید توسط واتساپ زنگ زنید، من رقم واتساپ رو همینجا میمونم. این رقم واتساپ هست، میتونید توسط واتساپ زنگ زنید، میتونید توسط
لینک استریمیارد وارد شده سخنهای خودتون را بگویید، حرفهای خودتون را بگویید. شاید نفرانی هستند که به این گفته‌های من ضد هستند. شاید اینجا اطراف من برادران هستند، برادران من مخالفین، از جمله مخالفین و این گفتگوهای من راضی نیستند. مرحمت بفرمایید، ما شما رو میشنویم. ولی فکر من همین است که واقعا از یک جانب گفته‌های شما درست بود که باید فکر تینجی کرد، فکر امانی آسایشتگی کرد، باید فکر آن رو کرد که ملت دیگر مادر در سر قبر فرزندش گریه نکند، در سر جنازه پسرش گریه نکند، یک پدر داغ پسر نبیند. اما ببینید این فکرها، این اندیشه ها جانب مقابل را به چه حال آورده رسانده است؟ تا این حد جسارت داده است که شما در یادتون دارید یگان سالی که بعد از استقرار صلح یگان ماه باشد که از جانب رژیم تاجیک کشی نشدگی باشد. همین ماه، همین سال را در یاد دارید؟ در همین 25 سال اخیر، بعد از در همین 25 سال بعد صلح کسی یاد دارد یگان ماه یا یگان سال را که همین حکومت تاجیک نکشته است؟ حالا از این مهاجرت آمده، از دست اینها جای کار نیافته، مهاجرت آمده، در این مهاجرت در بدره سال 1200 تابیت تاجیک به تاجیکستان می رود. این رو حساب نکنید. در این 25 سال زیاده از 30,000 تاجیک به حساب گیرید. تماشاگران عزیز، در این 25 سال بعد از استقرار صلح زیاده از 30,000 تاجیک در مهاجرت مرد، در مهاجرت جان داد. یگان جنگ این خیلی تلفات نداره. همین جنگ های بزرگترین هم شاید همین در سوریه و عراق همین قدر نمردگی است، 25-30,000 در جنگ. همین افغانستان رو یک حساب کنید چقدر آدم مردگی باشد. شاید در همین جنگ افغانستان همین قدر آدم مردگی نیست. این فقط در همین مهاجرت مردگی ها 30,000 اگر 40-50,000 نباشد. این فقط رسمی هاش، همین تابوت هایی که رسما به تاجیکستان فرستاده شده هستند، هر سال 1000-1200. حالا پول نیافته، برای گسیل کردن فرصت نیافته، شرایط نیافته، در همون رسیه گور کردگی ها حسابی کتابش نیست. پس ما صلح نکردیم، ما یک طرف رو فریب کرده آورده همش رو تورمار کرده ایم. این قهرمانی نیست. امام علی رحمان و اطرافیانش، این خیانت است، این خیانت به ملت است. حالا امروز شما کردتان در روغن است، دیگتان جوشیده ایستاده است، همه دور مدار کشور را از خود کرده اید و در کیف صفایت شاید این رو نفهمید شما، لیکن ضرری ملت کشی و تاجیک کشی و سرسان و سرگردان کردن و مهاجر و در بدر کردن ها را ما در 10 ساله های من بعد شاید پی بریم. انا برای همین هم وقتی که این ضررش به آینده ملت است، این صلح کردن ها با خائن، صلح کردن ها ضررش به آینده ملت است، به نسل های آینده ملت است، باید ما این کمبودی خود را امروز جبران کنیم که در همین کمبودی در قطار همین مخالفین از سال 2004 من هم هستم و به این خطاگی ها من هم راه داده هستم و جانبدار همین فکر و اندیشه من هم بودم که مادری تاجیک گریه نکند، خونی تاجیک دیگه ریخته نشود، دیگه ما باید شکر تینجی امانی آسایشتگی کنیم و نهایت امروز به این اندیشه رسیدم که مادران همین اندیشه خطاکار بودند، فکرشان نادرست بوده است
و من هم نادرست کار بودم و باید ما این خطاگی خود را امروز اصلاح کنیم پیش از همه و باید یک برنامه کشیم که در آن هیچ یک حرف مدارا کردن با خائن، استوپکه به خائن، صبر کنیم همه چیز خوب می شود، گفتنی گپ وجود نداشتگی باشد، وجود نداشتگی باشد. از سال 2004 این طرف 18 سال شد. همگی بعد از 7 سال استقرار سود من به سیاست پیوستم. و کسانی که حالا هم به همین فکر هستند که حالا هم به همین خیانت های امام علی رحمانوف صبر کردن در کار و باید دست پیش بر متن و ثنا خوانده ششتن در کار، بیایند با یک بار دیگه ما رو باور کنند که واقعا درست کار میکنند. لیکن من فکرم چنین نیست. فکر من این است که ما راه‌هایی را باید دریافت کنیم که به قوانین بین المللی جوابگو باشد، به طلبات‌های قوانین بین المللی جوابگو باشد، لیکن در حکومت من بعده حکومت در دست خلق باشد، مردم سر بالا کنند، دیگه سرخمی از بین برود و هر کسی که به سر قدرت میبیاید باید رضایت ملت، آزادی و حقوق‌های انسانی در مد اول نظر آن باشد، اولین درجه کارش باشد، اولین درجه فکر اندیشه‌اش باشد. اگر چنین کرده نتوانست، اگر از عهده چنین نبرآمد، ملت باز میتواند این نفر را چیکار کند؟ دفعش کند. انا برای همین تماشابینان عزیز یگان نفر اگر فکر دارد، اندیشه دارد و میخواهد ثابت کند که اینجا ما نادرست میگوییم، اینجا فکرمان نادرست است، بیایید گپ زنید. منم میدان از دلیر است. حالا در تاجیکستان سر به سر
همه به این اندیشه ها خاموش هستند، یک گفتنی هم ندارند که صلح را امام علی رحمان تنها و تنها خودش کرده است. یعنی صلح آور، اساسگذار صلح و وحدت ملی. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите несколько минут сказать несколько слов. Пожалуйста. Доброго вам здоровья, здравствуйте. В действительности, те люди, которые заставили его подписать этот, как говорится, вот это переговорный процесс для того, чтобы был мир в Таджикистане, это было в Москве при помощи очень многих людей, той же, правильно вы сказали, той же России, той же Ирана, благодаря покойному Ахмад Шои Масуд, Устод Рабуни. Значит, мире. А сейчас мы, как за 2 месяца до прихода его, этого величайшего диктатора, это, знаете, непревзойденного, который уничтожал свой народ, до сих пор уничтожает каждую секунду, каждую минуту. Поэтому нам нужно надеяться только на свои силы. На силы народа, на силы людей, которые могут противопоставить себя этому режиму, который совершает ежесекундные такие, знаете, геноциды. Пожалуйста, каждый день, каждая минута. Еще самое страшное, что когда был 92-й год, он мужчин кастрировал вместе со своими людьми в этой проклятом Хатлонской области, сейчас называется, раньше была Курган-Тюбинская область, совхоз Туркменистан. Сейчас полностью вот это перенесли на ту тюрьму, которая находится в 14 километре Душанбе по дороге Вахдат. Это тихий ужас. Почему это так? Где все правоохранительные человека защищающие организации во всем мире? Где тот же ООН, где тот же ОБСЕ, где тот же НАТО? Ну, куда можно жаловаться? Только Всевышнему жаловаться, надеяться на свои силы, свергнуть всю эту диктаторскую, семейно-клановую, преступную авантюру всех его, как говорится, приспешников и взять все в руки народа. В действительности придется взять все в руки народа, чтобы каждый человек, где бы он ни жил, в любой точке мира мог принести свои предложения на улучшение жизни в Таджикистане. Там в действительности нету никакой экономики, никакой политики, никакой заботы о людях. Можно говорить сутками, миллионы дней, да. И самое страшное, очень страшное дело, что вот объявили военное крыло оппозиции, когда этот уважаемый всеми Кабири находился в Америке, в институте. И вот из-за этого произошло с ноября месяца по сегодняшний день ежедневный массовый геноцид малочисленного народа на Памире, который имеет уникальные языки, уникальную свою культуру, этнографию. Вместо того, чтобы защитить все вместе, объявить этот, знаете, этнолингвистическим заповедником, в том числе и ягновский язык в Сурде. А что творят? Все 10 миллионов людей, рты закрыты скотчем. Никто не может ничего говорить. Как это можно говорить, когда на всех этих мероприятиях правительственных, на всех этих собраниях, когда ему нужно, он выключает все микрофоны, смотрит всем людям в глаза и говорит: «Мамбохун о мадам, я с кровью пришел, вабохун мера вам, и с кровью уйду». То есть он пугает людей, что он настолько кровожадный, настолько кровопийца, настолько людоед, что эти мысли его никогда не останавливают. Неужели он не думает, что весь народ от мала до велика встанут
соединятся, будут солидарны, и в одну секунду его сметут со всей его жесточайшей вот этой коррумпированной семьей, совершающей ежесекундные геноциды. Вот, пользуясь случаем, я могу что сказать? Во весь мир кричать: СОС, 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 стоп геноциду Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Стоп геноциду Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Стоп геноциду Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и во всех географических точках, где проживают все граждане Таджикистана, независимо от их вероисповедания, национальности, социального происхождения, политических взглядов. Вот мы сейчас должны о чем думать все. Народ должен проснуться. Почему? Потому что в действительности осталось очень короткое время, что мы можем потерять наш Таджикистан, так как 1000 лет не было Таджикистана. И слава Богу, что благодаря Советскому Союзу, пускай все меня ругают, но это исторический факт, благодаря Ленину, Сталину, особенно Сталину, объявили вот Таджикскую ССР только на том основании, что изучили именно вот труды Садриддина Айни, Шо Теймура. В действительности это уникальный уголок с древнейшим разными языками. Почему об этом все молчат? И этот Кабири объявил, что военное крыло оппозиции, и с этого времени, смотрите, уже более полугода уничтожает всех справедливейших людей, всех умнейших людей, всех грамотных людей Горного Бадахшана. Кабири, что объявил Кабири? Кабири объявил, даже это тот самый подтверждает Байден, находясь в Америке, объявил, что мы находясь в Америке? Военное крыло оппозиции. Да. Эта информация у вас откуда? Эта информация, вот, пожалуйста, читайте информацию Байдена. Все поймете. И с этого времени бедных, несчастных, вы знаете, находящихся в труднейших жизненных условиях в горах, уничтожают весь народ Бадахшана. И все в рот воды набрали, все молчат. А кто скажет правду, как эти журналисты, как эти блогеры или как честные люди, сразу же их уничтожают. До такой степени шайтанизм развелся, сатанизм развелся, что сначала хотят найти всех людей, за которым может народ пойти. По его же просьбе организовали группу 44 в Бадахшане. И что сделали? В течение полгода их за нос таскали и всех пересадили. В действительности в тюрьмах существуют страшнейшие условия, что даже Гитлер не придумал эти условия для того, чтобы поломали человека и физически, и морально, и духовно. И чтобы он всю жизнь ходил, извините меня, як говый ахтакардаги борин, подобно кастрированному животному. Об этом почему все молчат? Почему никто не говорит? Почему никто не кричит? Вот эти все последние, которые уничтожили, убили в течение полугода, и то, что творится, гонение на этих граждан Горного Бадахшана, во всем виноват. Пускай он возьмет на себя вот эту вину, уважаемый Кабири Мухиддин. Уважаемый Мухиддин Кабири, это к вам относится. Как вы будете за кровь этих безвинных людей, за искалеченные их судьбы, за убитых? Вы закончили? Что? Еще есть у вас что-то говорить? А что есть? Надо кричать. Давай, давай я сейчас кричать. начну кричать. Кроме крика, кроме боли души, разума и сердца ничего нет. Извините, пускай весь мир меня ругает, но пускай весь мир знает, что творится в Таджикистане. И обращение ко всем главам государства всего мира. Раз не работает ООН, не работает правозащищающие организации защитить каждого человека, в том числе в Таджикистане. Мы надежду настолько на Всевышнего Аллаху Табарака Та'ала, Всевышнего Бога,
и на уважаемого Путина Владимира Владимировича, чтобы спас то, что осталось от Таджикистана, чтобы Таджикистан не раскололся на кусочки, и чтобы опять таджики не думали, что они остаются сотни, тысячи лет без государства. Все понятно. Спасибо большое. Да, пускай меня не выключайте, пускай все слушают. Да, я не выключал. Всех слушаю. Как бывшие граждане СССР, как 7-я республика, которая добровольно вошла в Союз Советских Социалистических Республик, наше спасение в руках Всевышнего, в наших руках, насколько мы будем бороться, стремиться. Вот слава Богу, что вот есть такие люди, как вы, говорят правду. Только обратиться, чтобы нас присоединили к любому союзу, чтобы мы сохранили свой суверенитет, во-первых, свой язык, свой флаг, свою культуру, свой абсолютно все наши гербы, наши все атрибуты власти, и в том числе, чтобы мы были защищены социально, экономически, чтобы вот это нищенство, которое они организовали в Таджикистане как по прощайке, потому что смотрите, сколько людей работают из Таджикистана везде. Вот тогда вы сказали хорошо, что работают там в Англии. А вы знаете, что они натворили? Тест провели на 1000 человек, столько денег содрали. Кто содрал? Это его, члены его семьи. 250 человек якобы прошли. У них опять забрали деньги. А потом сказали, только 60 человек мы пропустим. И все это знают, кто это 60 человек, а кем оттуда вернуться. Такими же людоедами, такими же убийцами, которые сейчас орудуют во всех тюрьмах Таджикистана. Вот, чтобы все правду знали. Единственное наше спасение в руках Всевышнего. И как мы будем стремиться к этому спасению для того, чтобы сохранить Таджикистан, это, как и народ Таджикистана. Сколько могут убивать таджиков, сколько могут убивать граждан Таджикистана. Кто-нибудь отчет дает в этом? Или все глухи, немы, или все умерли на самом деле? И мы имеем полное право соединиться в любые союзы. И вот соединиться нам нужно вновь организованный союз Белоруссия, Россия, Белоруссия. И чтобы, вот самое интересное, чтобы батька Лукашенко видел, кого он защищал, Имамали Рахмона. И вот эту правду пускай всю знает. Всю правду, что этот Эмомали Шарипович Рахмонов... بسیار خوب مادر عزیز حالا چند کس از تلفن کرده استفاده است ما نتونستیم استفاده اونها رو پیوست کنیم Я все знаю, потому что мои слова это как раз кость в горло и Америки, и НАТО, и ООН, и всем тем людям, которые находятся اگر چنین میبود من به شما سخن نمیدادم اگر چنین میبود شما رو به برنامه خودم دعوت نمیکردم اگر چنین میبود این خیلی نیست اما درست است که شما فکر اندیشه های خود رو دارید اینجا چند فکر اندیشه های رو من ابراز کردم که شاید اطرافیان خودم دوستان خودم به این گفته هایم زید باشن حالا چند گفته به چند گفته های شما من شخصا خودم زید هستم вы ни одного слова ни правды не сказали вы сказали абсолютную правду если вы будете молчать тогда весь Таджикистан умрет слава богу хоть есть кому грамотно выражать свои мысли юридически обоснованно грамотно говорить. И слава богу, что вы можете говорить и на русском, и на таджикском языке, чтобы весь мир слышал. А то с 12-го года бедные только говорят между собойчики на таджикском языке, между собойчики со своими определенными кругами. И весь мир не знает ничего. Да говорите вы на английском языке, говорите на французском языке, говорите на русском языке, на узбекском языке, на турецком языке, на китайском языке, чтобы весь мир знал, что творится в Таджикистане. Хорошо. Хорошо. تشکر زیاد به شما. Да, всего доброго. زنده باشید. تشکر زیاد. این خاله به نهایت همین از صدق دل صحبت میکنند اما ما تاجیکا یک خطاگی داریم شاید خطاگی نمین عیب خودمون باشه چی همون جای اساسی تیر میزدگی جای اساسی نشان گرفته گپ میزدگی رو میمونیم گفت او زاد دونه همه کارش رو کردن میگیرد همه تیرمون رو سوی دیگه طرف رو میکنیم یک دو هیاهو میکنیم همون بد است گفته اما تمامی ملامتمون رو سوی دیگر میچوشیم بعد میموند بعد بد است میگوییم بعد میموند
اما دیگران باید ملامت شوند. همین طور است. یکی حالا کبیری امریکا رفتن، حالا شنیدم حاضر این قریب گفته شدن که کبیری با بایدن و خورده است. حالا قریب که همین خیلی نگفتند، شاید با بایدن و خوردگی باشه. خب با بایدن و خوردگی باشد کی میدونه، شاید یگان خبرهای خوش میشنیدگیم به خریبی به نزدیکی انشاءالله. کنی محمد گوزنی برادر عزیز، محمد تقای زاده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. خوبه سوده دکای شفقت جان؟ الحمدلله، امیدوارم شما خوب باشید. کمپری مادر 86 با انشالله 15 سال دیگه عمر بینه 101 انشاءالله امیدوارم. انشاءالله این کار راست گفتن، گپشان توغری های انشاءالله هم کار بار انشالله نزدیکی خوب میشه دکای شفقت جان. انشاءالله. مردم شریف تاجیک با من خواهش میکنم که الاست صدا رفتاست صداتون هست دوستان. در بدری خاک بسری بحث کنم. باید انشالله مایده مایده تاجیکستان رو برگردیم. همین مهاجرت و سیر شدین، بیاین همین دیدار پدر و مادر و زن و فرزنداتون هم سیر شوین همین دنیای دو سری زبا. من خاطر یک شعری که توک برای همین مردم شریف تاجیک میخوانم، 2 منت وقتتون رو میگیرم بعد مردم را صحبت کنم. بهترین. از ملک غریبی دست شد تاجیک من، یک ذره بدان آبرو تاجیک من. بیگانه زی پای تابوت آچه گرفت، عیب نیست به ما و تو بگو تاجیک من. پول صدقه سر و غم پشت در تاجیک من، قیمت به همه مهر پدر تاجیک من. ترک کن غلام و بردگی بیدار شو، مادر ز غمت خون جگر تاجیک من. طفلان تو خار و در بدر تاجیک من، طفلان تو خار و در بدر تاجیک من. بیننگ نشو تو اینقدر تاجیک من، زن هم پدر و مادر فرزندانت، خندید به ما اهل بشر تاجیک من. بیا صاحب کشورت بشو تاجیک من، فرصت غنیمت زود برو تاجیک من. خاین فرق سرزمین کوچک ما، تو دشمن مادرت نشو تاجیک من. تو دشمن کشورت نشو تاجیک من. السلام علیکم و رحمت زنده الله و باشید. برکاته. تشکر زیاد برادر عزیز. زنده باشید. خب خدا نگهبان. سلامت باشید در پناه خدا. مهاجر بچه بفرمایید. مهاجر بچه هستید شما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Хочу сказать бабушку Марьям Биби. Это мое мнение. Мы не хотим, чтобы будущее государство под какой-то крышей стоял. Мы хотим свободное государство. Мы, если хотите, чтобы будущее государство такие же, как и было, не надо уже изменить государство, пусть так идет. Да. Хотите, чтобы был свободный, и там были люди свободные, и политика государства тоже была свободной. Не как сейчас под крышей идет. Этого мы не хотим. Это молодежь тоже не хотят такого. Это старые, которые люди Советского Союза выросли, они так и хотят. Но молодежь такого не хотят. И это запомните. И не просите никакой Байден, Путин, другой, он. Ничего не надо нам. Вот этот народ сам изменит. Это по воле Аллаха все получится. Борьба за это. Спасибо большое. تشکر. نفری که از واتساپ زنگ زده شده بفرمایید. سلام علیکم حکم محمد جان.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام دوستی عزیزم، شما خوب هستید؟ اینجا هستید؟ تشکر به شما، بفرمایید. خداوند موفق شوین. راستی گپ آقای محمد جان، منم دلم از این دولت ماند. همین دلیر اموالی را دیدی قپیدن بردن، یگان کس پشتش نخیر، یگان کس دفاع نکرد، پشت همین با پویده خلقه میزد کن. اما به گناه به هیچی قپیدن بودن مختم کرده. بله. این از وقتی که وای قپیدن بردن در آن برای مشهد عباره و حال مردم به نهایت بد کردن. هر روز 3 4 5 خونه را به چپا میکنن، در یه سیامکاکی نمیمونن مردم، بینهانی مجبورن چپا میکنن خونه هاشون و تمام ملک انبارشون در تای دیوال میمونن. این اگه قانون بیا و بگی اقای محمد جان و کی آزی دل میگوید و کی عریضه نویسن در کار و داد خلق کی میرسه؟ درست برادر عزیز. واقعا هم یک زن یک مرد اینوالید وقتی در خانه‌اش در آمده درش محکم کرده است، تریزه را شکسته در آمدن و مرد از تریزه بیرون پرت افتادن و خانه‌اش چپا کرده. انا قانون بیا بگیر. وقتی که تو مایلش قانونی 5 ماه پیش 6 ماه پیش در تلویزیون اعلان کن که مردم کسی غیر قانونی هستی بر رسمیت گذاردن خانه‌تون را دفع میکنه که 6 ماه بعد رد میشود. مردم تو چنین 6 ماه مردم داکیومنتاشون هم ماشینا بررسی کنن قاعده‌ای کنن مرحمت را چخل یک مجبور غلفت میدروی و خانه‌هاشون چپا میکنه. این در کجا توغره میگیره؟ درست. رنگ یک همون سالی که 92 مجبوران متر اومدن خانه تا ضبط میکنن میگیرن حوض همون داو شده است. و پراکرور با یگان کس میگه وای نمیتیدن همی مهلت نمیتنن میدروین مجبور کچپانتا در بیرون میپردن خانه تا چپا میکنن میرون. تو میدونی زندگی توکلت بخت وطن تو برگرده میگه بخی وطن ما تاجیکستان کو و کجا روی؟ میگه با وطن تون روی بخی وطن ما تاجیکستان کو. درست. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما برادر. سلامت باشید. عمر بفرمایید. عمر میکروفونتون فعال نیست. عمر خارج شدند. نفری که میخواست سخن کنید خارج شدید. خواهش میکنم اگر یگان مشکلی پیش آمده باشد دوباره میتوانید وارد شوید و سخن کنید. تماشابینان عزیز، واقعا اینجا چند چیزهای گفته شد که به شرح نیاز دارند. اینها چی هستند؟ حالا ببینید، بعضی ها میخواهند که ما از امام علی رحمان خلاص شویم، چگونه یگان کشور ما را به عهدهش بگیرد، یعنی مستقلیت ما زیر سوال برود. برای همین تماشابینان عزیز، از مستقلیتمان از بین رفته و زیر نفوذ کیم کدام کشور مانده، کدام کشور رو به خود خواجه گرفتن، بگذار همین امام علی رحمان در جایش ایستادن گرد. در همه خوبش همین است. از این الटरनेटिव هایی که گفته شده ایستاده است. حالا امام علی رحمان از داخل خودمون است، فرزنداش در داخل تاجیکستان است، نبیره هاش در داخل تاجیکستان هستند و اینها از تاجیکستان خورده ایستاده اند و به هر حال در داخل تاجیکستان هستند. حالا ما خوجه اینها رو از بیرون گیریم چه خیر میشه؟ و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم. خوبم برادر. اینهایی که از بیرون خوجه گرفتنی میشوید در تاجیکستان نه برادر دارن، نه خواهر دارن، نه یگان دلبندی و مهر دارن، یگان چیز ندارن. فقط
آماده هستن که 110 برابر رحمان خون مردم رو بخورن، تمام داروی مردم رو بگیرن ببرن. دیگه هیچی. ما همین امام علی رحمان رو میگیریم، حکومت رو به یگان خارجی نه به مردم گرفته دادن لازم است. مردم باید حکومت کنند. بفرمایید برادر عزیز. سلمان. سلام علیکم برادر. خوشحالم بودم که یک ابرو بگم. برادر ما بزار شدیم نه که همه چی کردن، فقط همه گوش چه بگم کاری نستایی که منش حل شود. اوجه سیم چون برای میرم بیام فقط هم یک کار یک چیز فقط یکون نویگری یکون چیز نیست. ناویگری باید ناویگری برادر برای شما ناویگری رو کی کرده یاد اگر خودتون در کوشش ناویگری کردن نباشید. یگان کس در خونه شما یگان کس ناویگری کردن نمیتید تو اینکه خودتون کوشش نکنید. با شما یگان کس ناویگری کرده دادن وعده داده بود؟ نیست نمیشه میره میوه فقط یک چیز دیگه اوجه بزرگ میشه هم اسمش هم همین قول برادر همین سخنی برادر رو چندین نفر میگن خودشون تنها نیستن و دلمون زد دیگه کی میشود فقط گپ میزنه دیگه هیچ نمیشه یا خیلی مردم یا جو جمع کردن در کور منش مخالف مثلا من بیاید برادر عزیز بیاید به عمل گذاریم. کسانی که مرا میشنوید و کسانی که در همین فکر هستید که به عمل گذاشتن لازم است چند نفرین که بیاین اینجا وارد شوید یک گپ زنیم چیکار کرده به عمل میگذاریم. ما آدمایی که مخالفن همش یا جو جمع شود به خیلی نمیشه پراکنده 30 سال شده نه یک کس عبیرت کردن تو سیستم خودم هر کس نمیتونه که اما باید یا جو شود یا سرجم شود همه یا فکر خطی اندیشه خطی بیاید وقتی باید کور سر کردن در کور برای خیلی گپ زدن هر کس خیلی میشه انا مثلا گریم گپ نزده چیکار رنگ گنگ با ایموی با اشاره سرجم میشویم. نمیشه که مردم ها خیلی جمع کنی که منش مخالف ایچوکلوس فرق کرده و خیلی نه آدمایی که منش خیلی مخالف منش همین حکومت روزی نیستن با همین کوروشون با همین این چیزاشون این قصول ظلم کیسن این قصول کیسن یک اون گپ نیست که نزده باشه با گپ زدن کار بود نشده است همین دیده 30 سال شده نه فقط گپ زدیم فقط گفتی هم رسونده استیم نه که یا نمیفهم یا عباره زیدی همین گپای ما کیسن عباره کارشون زیاد کیسن منش با خیلیشون چه بفهمونیم کیسنده مثلا با گپ زدن یا نمیشه فهمونده نمیشن یورا منش سرجم شدن در کاره بسیاری شدن در کاره که مردم اوجه بتونه گپ زده بتونه چهرهش دیگه گپ زده خیلی پشت اکران پشت تلفن خیلی گفتی اما او تاثیر نمیکنه. درست. خالد شما چی نظر دارید خالد اسکندرов؟ منش 30 ساله نمیاد چیز برده است فقط گپ دیده است که نمیشه همین چیزی که وقتی نشید باید دیگه خیلی کردن کنه دیگه خیلی منش اورچور اثر کردن کنه وقتی گپ نشید چهره خطی مردم جمع کنه و چهره گپ زدن در کنه اما صبیرت چی شد جمع شد برای ما اهمیت داده سما خیلی شد ما تماشا میکنم خیلی بسیار شوجه دیگه تویسون هم رفتم داوجا هم دیدم وابشه توری نمیگه اینجا اومدم اینجا هم وابشه دیگه اوجه دل مونده میشه دیگه نمیدونی دیگه چیکار کنی اوجه گفتی همون پاولی کسای رویش دیگه ای دسته گوش کردن دیدن اوجه دیگه عصبو دیگه نمیورد دیگه نمیدونی دیگه کدوم سم بکرده. درست. اوجا میره اوجا هم ترسیدگی یک گپ زدن نمیشه یک گپ همه میگه نگو در کور نیست ایجاش میو خیلی هم ایده میتونی گفته اوجا واقعا نه تماشا کنه میشه نه گفته میشه نه هیچی برای مردم انجام کردن در کار مردم سرجم شوم چهره خطی گپ زنم موج یگون نویگه اگر که نشه اون چوره دیگه شدن در کار برای دیگه اوجا همه کسای رویش دیگه یگون فکر اندیشه نمیزنه دست سر آدمی تو. درست برادر. برای ما اوجه چند سیم چورم برای میرم بیام وقتا یگون رزولتات نخدم داشته سنه هیچ که بوده که برکت اوجه پالیم پریدگه نه اوجهش نه ایجاش دیگه چه بگم همین زندگی و پیشه دیگه معنی نکیسه پس امروز اوجه ای پاولی ای بواری نو گای چی برو مگه میشه
اوجاش میرای ظلم هم دست میکنی کارش میکنی رویش میکنی بود میشه با میرای دست خالی با ایس قرض قدرم میکنی میخیزی میای هیچ شا نمیفهمیم زندگی را درست. طوری کن در کار مردم یا جو جمع شد مردم یا خلاصه دا بیا یا کار کن در کار این قانون گفتیم نه صبر 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 این صبر هم یا جای خچه داره که 30 سالش اینا صبر اینا مود نمود بچه های 1990 تا 1990 نه که ای وقتی همین سینی مسکو ما هم وجود ما تویسون بودن من خیال میکنم که نیست آدمایی که منش هم خیلی گپ نمو خیال میکنم که فقط یا آدم از سر کمال تمام وقتی که اسنا اومدم دیدم که او جبده مبوری جبده آدمایی که منش دستاش دست که منش گپ میزدن بعد ما هم ایده فکر اندیشم علیشی ما خیال میکنم که تویسون کس دیگه بغیر همین آدم نیست دیگه برای که میدیدم خاراکتر او خیلی تلویزیون تویسون هم میگه واپشه نه فقط اشولا میخونن گفتی همون اشولا فقط درست. مردم جمع کردن در کار مردم کاری کردن در کار چهره خیلی گفتن در 30 سال نه پشت اکران نه پشت گپ بیاید چهره شاید یک صحبت کنیم ما چهره همه شما بایا من نمیشه وقتی مردم جمع کردن من میبرم اونجا 10 نفر 20 نفر چهره قبلا من میبرم با قطار باز یا ما چهره من نشون میتم دیگه کسان نشون نمیتم این خیلی عبارت صف شما کم میشه صف مبارزه کم میشه برای ما چهره من نشون نمیتم من میدونم که من حق گفتم من هیچ وقت ای بوتیل طرفداری نمیکنم من فقط حق طرفداری میکنم من دلبوجو ما گفتگی ما در تویسم چند کسم گفتگی نشدم خیلی کار بود راست مردم میترسم مردم اونجا ترس از دل خودشون جو کردن اما فکرشون یک گپ هم میزنید تمام اونجا همه کار در کار که معنیش مردم جورا چه زیاد کردن در کار باوری نکش زیاد کردن در کار مردم اونجا دیگه ترس از دل خودشون گم کنن وقتی خطی یک از گاز نه تو حتی برادر خودت خطی گام میزنی میترسی و زیدم زمان این همین چیزا را گم کردن در کار بین بودم بله تشکر زیاد برادر عزیز من شکرم الان در خودم خگاو داشتم نگفتم زنده باشه تشکر زیاد نفری که از واتساپ زنگ زدید بعد جونی بیک الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله روزنا که شوکت سلامتی الحمدلله امیدوارم شما خوب باشید بفرمایید برادر هم جمع درن هم یا گپای میزنم و خدا قهرت میکنه ما همی در خونت میجوشه آخی ما خودمون نکنیم دیگه اینجا ما همه خلق یکون کار نکنه کی میه اوجا یکون کار میکنه نویگری همون خلق میکنه آخی نویگری خودمون حرکت نکنیم کی میه اوجا یکون کس میگه میرم میام تو میای که میای نومعلم اینجا خیلی گپ زدن نکن نیست یک کس خیلی پس زدن مقصد میدونه جای گپای میزن اینجا هم خلق با خودش معامله کنه گپ زنه که نمی یک مقصد دا بیای چون این همون گوز هم خیلی گودمایی که هم خیلی گپ میزنم گو خودش کو کرده سوزی هم قوق مقصد میدونستی همین نویگری خطا بگو کو نویگری خود چیه یگان کار کرده همین مبارزه ده که مقصد میدونن یه دمو 5 سال 10 سال صبر تحمل کرده قدر دشمن قرد این مقصد خودت یا گروه بسیارش یا که محمد اقبال یا دیگر چه قدر تخطیر دشنام میشنوان بیچاره با صبر تحمل کرده مبارزه شونه بودیسن میدونن اینجا یه باری درامگیش کی میکه کدام سال درامگیه بو این سال میدونه اینجا آدم هر یک زب سر یک کار هم میشینن هم نظارت میبرن در کار نیست خیلی گپو درست بعد برادر همین مسئله کی را دلار اموالی را این قدر چی میکردن جایزه اول گرفت در درد خلق مردم تاجیک قدر مقصد گپ زد هر کاری کردن تخدیر کردن لیکن حقیقت برآمد گفت باز این خلق ما میگه یه سپیچکا در کل سپیچکا اینا
هر روز پیچکش شده هر روز برده شکسته سن هم مرده که بیچاره همراه ماوری خراب خود یک گورچو وری بود اینا بردن پشتی عدالت چکدن کو اینا مردکای همون گبزنای همون گرده غوثایی که میبرن میگن که مثلا یگون گب نشیده و یگون گب خود تشکیل نکنی یگون کس نمیه اوجا مطرح نمیگیره بگیره بکنه بتا. درست، تشکر برادر عزیز. سلامت باشید. خیلی ایلوه دیگر دارید؟ با همین دلیل امالی آزادی میخوام. امالی با خدا قسم این همی هیکل تا گفتن به سوزان کو هیکلی هم چینوم داره قرغیزستان بود یا قزاقستان هیکل قزاقستان در بیزه بود کنی برنامه خدا ایتاری ایجا فکری هیکل پیکل نکه اویلاوی میره انشالله در ترمه میشینی تو بوده که گوارگی نبیرات همه شنونیم همی سوی مال ملک دولت خودگی کو تا کدام نبیره خودگی انشالله در کنج زندان میشینی جواب سوال جواب شما میگوی. اکه شوکت جان شما در برای کار زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر. با امیدی پیر با امیدی. الو جونی گام میزنید؟ جونی هستید شما جونی جونی عبدالله هستید؟ جونی عبدالله گپ میزنید؟ السلام علیکم و رحمت الله برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله برکاته. مانده نباشه برادر شوکت، خوب هستید؟ الله شما را نگه داره خداوند در این مبارزه. تشکر باشم برادر، بفرمایید. ما را موفق و سربلند گرداند. در حقیقت ما را یکی از بنده هایی که در دیار هجرت هستیم، در مهاجرت کاری قرار داریم، از این سیاست های اخیری مقامات تاجیکستان اظهارم نگران هستیم. واقعا در نسبتاً بخصوص مردمی غیور شجاع بدخشان که امروز از طرف این رژیم سرکوب شد، چهره های سرشناس افرادی که برای آن برادران مردمی بدخشان واقعا آدمای ارزشمند بودن، مثل شهید محمد باقر و دیگر برادرای یادگار حیدرف و دیگر برادرانی که در اسارتن، مثل خواهر الفت خانیم که قربانی همین سیاست های رژیم نابخردانه رحمانوف شد، مثل برادر گنرال خالبشov، مثل ورزشکاری که به خاطر دفاع کردن از حق حقوق خودش که همون قاتلای شهید گلبدین پیدا شود و گرفتن از مسکو استرداد کردن، مثل برادر امردین. اینا یگان گناهگاری نباشن، گناهگار خودی همین مقامات همین حکومت رحمانوف است که اینقدر مردم با تهمت به بهتان و به دیگر دسیسه ها و با اینقدر سپکتاکل هایی که مردم تاجیک میخواهم با این راه ها فریب کنن که مقصد همین خیلی مردم انسان های بگناه را بردن، مردم روشان قتل عام کردن، در واقع در نزد جسدا اسلحه های مهم آوردن گذاشتن که این اگر باید اونقدر اسلحه که می داشتن آخر برای چی از مقامات های حکومتی انتظامی امنیتی تایسون تلفظ نشد؟ چرا باید از چون دفاع نکردن؟ مردمی که اگر باید اونقدر سلاح و مهمات نشون این تهمت بهتان آخر توبته از سال 12 همه خیل شد. مرحوم محمد نظر، امام نظر، محمد نظر، مرحوم سبز علی، دیگر ملت هم در یک حالت ترس زدگی، یک وحشت زدگی قرار گرفته‌اند. واقعا امروز روزی رسیده است که ملت باید به پا خیزد، ملت از حق و حقوق خود دفاع کند. توبه این جبر، توبه این ظلم و ستم. خاموشی ما سبب بالا رفتن
حکومت رحمان فضل. خاموشی ما، سکوت ما در واقع قوت گرفتن همین رژیم رحمان فضل. به همین خاطر ما هم پیشنهاد داریم که برادران در هر جایی که باشن از حق و حقوق خیش، از بخصوص از مردم جبردیده بدخشان که واقعا بدخشان در سالهای اخیر یگانه منطقه است که از طرف اینه که به این رژیم خودکامه سر فراوردن نمیخواهند، سری تعظیم نمیبرند، چون که دیگر منطقه ها در واقع منطقه کلاب، منطقه سوق، مثل که همچنان که بدخشان رو اینقدر از سال 2012 10 سال واقعا در یک حالت بحران سیاسی قرار داده است، در دیگر سه ولایت دیگر این خیلی حادثه ها به ندرت دیده می شود. همین خاطر واقعا این ندای مردم بدخشان ندای پیروزی، ندای حق خواهی، ندای آزادی خواهی است. اون مردم گناهگار نیستند، گناهگار خود همین مقامات رژیم است که امروز با اسلحه بر سر ملت خود قتل عام یک قوم، قتل عام یک مردم بیگناه را براه آمدن. روشنفکرها و اهل زیا، اهل معرفت این دیار دارن به بهانه‌های مختلف آنها را وارد روانه زندان دارن میکنن. درباره صلح تاجیکان چی میگید؟ برادر شوکت محمد، این صلح یک مثال عادی، فردا که روز 25 سالگی این صلح در هر جای دنیا صلح از دو طرف میشه، دو طرف درگیر با هم صلح میکنن. مگر انسان یک نفر با خودش صلح میکنن؟ مگر با یک دست از یک دست صدا برمیاد؟ خرسک از دو طرف است. کفکوبی با یک دست کفکوبی کردن ممکن است. وقتی انسان طرف مقابل صلح که قبول نداره، پس این چی صلح است؟ مرحوم استاد سید عبدالله نوری، مرحوم دامنو همت زاده، مرحوم اصلالدین صاحب نظر، طاهر عبدالجبار، این نفرای کلیدی این صلح بدن. واقعا این آزادی و این استقلال و این مستقلیت دولت ما از این نفرها وابستگی. امروز که اگر طرف مقابل ما اعتراف نکنیم، وقتی که در افغانستان در جاهای مهم رفت از طرفی که کشورهای میانجی بودن مثل برهانی ربانی، مثل احمد، اون دوستا و برادرها، اون نفرهایی که میان روی صلح تایسان داشتن کلید کفیل این صلح بدن، امروز باید اقلا صدا بلند کنن، مثل دولت ایران، مثل دولت روسیه که به خاطرش نادیدگیری است طرف مقابل صلح چرا اعتراف نمیکنن؟ مگر صلح با یک نفر میشه؟ رحمانوف اهل صلح نیست. اگر وای پابند به صلح، به سازشنامه صلح میشید، مردم را نمیبرد، زندان نمیکرد. نفرای کلیدی حزب نهضت که سابق اتحادیه اپوزیسیون بود، نفرای سرشناس مثل میرزا ضیای بود، مثل دیگر فرمانده های صحرایی بودن، به هر بهانه و هر طریقی اونها رو از بین برد. امروز هم که همون سهمیه 3% که سابق برای نیروهای اپوزیسیون مخالفین سابق داده بود، اونها را آهسته آهسته به هر بهانه سبکدوش کرد، گرفت از کار. فقط به جز همون برادر زید سعید بود که این هم باشه به طریق دیگر، به خاطری که یک حزبی را تشکیل کرد، به خاطر حزب جدید ایشون را اونای زندان کردن، بهانه کردن که نلاک 400,000 سامانی گویا قرضدار بود از انداز دولت و گویا که 3 زن داشته بود، گویا که دیگر کارهای تجاوز به ناموس دختر 13 ساله، تهمت همون پرونده هایی که مثل سابق مسئولان ارشد بالای حزب نهضت سالهای گوناگون مثل برادر محمد علی حید، مثل سید عمر حسینی، وایتان قاصدین و دیگر دوستان، برای داملا نعیم جان چیکاره بود؟ وای از سال 14 بود وارد وای بود، جای سکونتش در همین چچنستان بود، از جره بودن وای بیچاره را، به خاطر که خب یک زمانی بود سابق مسئول نهایی ولایتی سوقدی حزب نهضت بود، لیکن نگرفتن بردن 15 سال را اون زندان کردن. دیگر برادر جلالدین یک بار آزاد کردن، دوباره بردن باز زندان کردن. اصلا این پابند به عهد و وفا نبودن خودش این خیانت به همین اهنامه‌ای که اینا دست دوستی دادن، دست صلح دادن، امروز همون دست رو قطع کرد، دست رو برید. و همین خاطر این
این نظام، این صلح برای همه ملت باشد، صلح برای همه کشور باید باشد. صلح برای یک عائله نیست، آزادی برای یک عائله نباید نباشد. صلح، آزادی، آرامش فقط برای یک عائله خود همون اطراف مقامات رئیس جمهور نباشد. صلح برای همین 9.5 میلیون جمعیت تاجیکستان باشد. همه احتیاج به صلح دارند، اما اون صلحی که واقعا تشنه آن هستیم، باید اون صلح با همون اهنامه‌ای که سال 1997 در مسکو به امضا رسید از طرف مخالفا، از طرف خود دولت رحمانوف، این نظام امروزه باید امروز میگم من با حزب نهضت صلح، این دروغ است، دروغ آشکار است که یکی از همون چهره‌هایی که اتحاد مخالفان هم حزب نهضت بود، با همین دستی صلح دراز کردی تا بهاره که افغانستان رفت، تا دیگر جاها در همون منطقه‌های کسناگذر رفت، از طرف احمد شاه مسعود، از طرف حکومت روسیه مجبور کردن این طرف اپوزیشن که شما چاره به جز صلح نداره. این صلح شد، اما ما از سال همون احساس میکردیم بعد همون سال 97 ناآرامی بودن دیگر، یعنی از همون وقت احچگانی بود در داخل. از سال در انتخابات، در روند انتخابات 2005 2010 همین قانونشکنی و همین رأی مردم دزدیدن خودش الکی خیانت به همین قوانین داخل انتخابات، قوانین سرقانون تاجیکستان، قوانین شکست پایمال کردن همون سازشنامه سال 1997. اما چی چاره که امروز با این یکتازی، با این همون لجام اسب دوند در زیر پای یک عائله، این نهایتش به کجا میرسد؟ این ملت خدا از این مشکلات نجات یا مردم باز یک واقعا صلح واقعی باشه که همون در این سال قربانی شده، ملت قربان شده، مهاجرت شده، اقتصاد خراب شد، اما بعدی باز صلح هم تکراری همون سال 1992 از اون هیچ فرقی ندارد، فقط اون وقت به شکل دیگر، امروز به دیگر شکل، به دیگر، به قول روس‌ها به دیگر واریانت، همون ظلم، همون ستم، همون تعقیب، فشار بالای خانواده‌های مخالفین. بله، نظر ما همین است برادر شوقه. زنده باشد. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. الله حفظ کنه. خداوند تشکر به شما که اظهار نظر کردید. موفق سربلند باشه برادر. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر به شما و تشکر به تمام نفرانی که حالا با ما هستند. تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم همین تگمه لایک رو پخش کنید، تگمه لایک، تا اینکه دیگران با خبر شوند که برنامه رفته ایستاده است، برنامه فردای تاجیکستان. اینجا درباره فردای تاجیکستان صحبت رفته ایستاده است و فردای تاجیکستان فردا ندارد، تاجیکستان فردا ندارد. با امام علی رحمانوف برای اینکه ما یک فردای خوب داشته باشیم، برای اینکه ما یک پیشروی داشته باشیم، باید امروز کوشش کنیم، غیرت کنیم، شجاعت کنیم که یک حکومت مردمی به میان بیاید. حالا فردا 25مین سالگرد وحدت ملی جشن گرفته می شود. وحدت ملی چگونه وحدت بوده است که همه تاریمار هستیم، همه پراکنده هستیم، همه سرسان و سرگردان هستیم. وحدت کجاست؟ وحدت امام علی رحمان فقط با همین 4 چکردکش است، با همین با رستم جان و با آزاده و با سامان جان است. وحدتش با دیگران وحدت کرده نمیتواند، با ملت وحدت کرده نمیتواند، فقط با همین 4 تا همین کودکای خودش و 5-6 بلیگویان خودش. وحدت کجا شد؟ و ملت وحدت میخواهد، ملت یگانگی میخواهد، ملت میخواهد از سرسانی و سرگردانی ها، از مهاجری و دربدری ها جمع شود، به هم بیاییم، متحد شویم، وحدت به میان بیاید. ملت این رو میخواهد. شما فکر و اندیشهتون از دایره یک عائله‌تون بیرون نشده است. چخیل تو پرزیدنتی که لایق به منصب مجلس ملی از پسرت اوستر رو نمیبینی، اون طرفتر رو نمیبینی.
چخیل تو پرزیدنت رئیس جمهور یک کشور 10 میلیون نفره که برای رئیسی دستگاه پرزیدنت از دخترت اون طرفتر رو نمیبینی، اون طرفتر از دخترت کسی دیده نمیشود، چشمان نمیگذارد. تو چخیل رئیس جمهور هستی که بچهش میتو بغیر از همین اویلات دیگر هیچ کس نمی نماید و کادرهای ملت در همه سرسانی و سرگردانی هستند. تو چخیل کادری؟ تو چخیل رئیس جمهوری؟ وطن بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. شوکت خوبین؟ تشکر به شما، بفرمایید. شوکت برادر جان، یک چیز گفتیم پرسیم. شما خیلی تحلیلگر خوب هستین. همین برآمدی که رئیس جمهور کرد، خب اینه که هر یک شاید در بسیار برآمداش باز همو رئیسو یا همو وزیرو میخزند، همو را میگه که صادقانه خدمت کنین، یعنی که معارف را نگاه کنین، سری معارف مکتبا را نگاه کنین، دانشتین. همی میبینی در اصل همی چیز عملی نمیشود. این یعنی چی؟ همی با گفته همون نمیکنن، یا اینکه این همه خیلی میگه و بود در جای علایدگی این دیگه خیلی گپ میزنه. همین باور کن قدر هست برادر. وقتی سال انتخابات پارلمانی سال 2015 من نامزد بودم، مرا رئیسی ناحیه دعوت کرد. او انسان خوب بود، انسان بد نبود. من یگان کلمه همون عظیمبای عزیزی بود، رئیسی ناحیه، خودش زاده ناحیه اسفر است. مرا دعوت کرد، گفت که نامزدیت رو میگیری، من حاضر امنیت میبیاید، با هم صحبت میکنیم، نامزدیت رو میگیری و نفرانی که نامزد شدگی هستن آنها هم نامزدیشون رو باز میگیرن، باید این خیلی نکنین، این خیلی بیادبی نکنین، همین خیلی بیاد به یک تینجه امانی آسایشتگی انتخابات رو گذرونیم و هکذا. وقتی من گفتم که آخه پرزیدنت گفت که انتخابات شفاف میگذرد، انتخابات رو شفاف و دموکراتی میگذرونیم، انتخابات دموکراتی چه خیلی به الटरनेटिव به نامزد میگذشت است، فقط همین حکومت کی رو نامزد ماند همین میگذشت، این خیلی دموکراتی. پرزیدنت وعدهش چی شد؟ بعد همین از این بای همون عزیزی رئیسی همون وقته ناحیه 8 به من گفت که دودر همین چیزی که من گفته شدم همین گپی پرزیدنت است، همین اجرا کن، تو گپی پرزیدنت اجرا کردگی حساب. فهمیده دوستان؟ همین قدر است. این مثلا اگر گفتم میگرد اول برآمد انتخابات را شفاف گذرانید، انتخابات باید شفاف گذشته شود، دموکراتی گذرد و هکذاها، اما مسئولانش را جمع میکند میگوید که یگان نفر نهضتی نامزد نباشد بغیر از خلق دموکراتی، یگان نفر نماند. حالا یک حادثه دیگر هست اینجا. رئیس تنظیم ناحیه یک خوشنود گفته که بچه بود، حالا هم هست، حاضر رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه 8 شدگی. تقوی من یک چند سال پلیس شده کار کردگی بود. تقوی مرا خواهش کرده است که مرا گرفته همراهش بیاره. تقوی هم گفت که همون خوشنود کی است که مرا به کابینتش دعوت میکنه. گفت که بیا یک بار گوش کن همراه برویم. همراه رفتیم، از ششم عدلی خوجند آدم آورده است، گویا باید مرا ترساند که من باید به انتخابات همون وکیلان خلق ولایت همچون نامزد شرکت نکنم، و وکیلان خلق ناحیه 8 همچون نامزد شرکت نکنم، نامزدی هم رو بازپس بگیرم. او کارمند ششم عدلی ولایت سوخت نشسته است. این خوشنود بدبخت مرا با او ترسونیده شده است، تقام آورده است. همین خیلی
بعد من گفتم که آخه من در مشکل ترین حالت هم مثلا گیریم یگان بار همین تقام غم ندادم که به من بسری من همین خیلی مشکل آمدگی امروز من این تقام گوید که تو نامزدی تگیر من باید نامزدی من بگیرم نمیگیرم گفتم این تقام به من خیلی گپ زده نمیتونه گفتم این گپش من گوش نمیکنم و او کارمند ششم دل خاندان یکی با قوش و قوا سیاست کنی رو سر کرد و او خودش هم فهموندم که چنین کار رو هرگز نمیکنم مرام هم نمیکنم بعد تربوز از بغلشون خیلی رفتیم همه خیلی داشتن اینها و تمام مسئولاشون فرمان داده بودن که حتما باید اینها رو سرکوب کنید حتما باید اینها نامزدیشون رو بازپس بگیرند و در انتخابات همچون نامزد شرکت نکنند فعال نباشند اونها اگر همین مسئولا اگر فرمان نگرفتگی باشند مگر همین کار رو میکنند همین فرمان از بالای بالا آمدگی است همین سری همین فرمان ها همین امام علی رحمان است یعنی که اینجا معلوم میشه که بازی پس فردا میره همه فرمان نباشه کی زورش کرده است که مثلا همین کی میخواهد که خودش بدنام کند حالا ببینید همین کاری همین رفتاری همین خوشنودی بدبخت غیر قانونی بود قانون شکنی بود همین قانون شکن حاضر رئیس حزب خلق دموکراتی در ناحیه 8 همین بدبخت 20 سواد بچه است فقط تشکیلاتچی خوب است این رو باید به نوبت گرفت 20 سواد است نه قانون نمیدوند نه همون کار خودش نمیدوند هیچ چی نمیدوند ابسولوت نه یک چند سال همین یگان از دین از ادیان نه فقط از اسلام یگان چیز نمیدونست وای بود هم رئیسی تنظیم کمیته دین همین خیلی با درجه عالی بسواد فقط کار اجرا کنی خوب است این رو هم باید گفت اقرار شد که خیلی بله خوب اکجان کار اجرا کنی خوب است یک پایش در دری امنیت بوز انا همین مرا برده از به کابینتش که توبه تیوند که یعنی من توبه کنم که نامزد نمیشوم اینها فرمان گرفتگی است همین فرمان امام علی رحمان است همین حزب خلق دموکراتی یک حزب فالشی فیکتیو حزب است همه اگر در یک نفر است و همه کارش دروغ است همه اعضایش دروغ است پس اینا گجاست از همین جانب امام علی رحمان است همه این فرمان های سرکوب کنی از جانب امام علی رحمان است یک نفر در همون انتخابات یک نفر بچه‌مون که نامزدیش رو بازپس نگیرد از 29 28 29 30 نفر حالا در یادم نیست رفت تا انتخابات تمام شدن اقلا به تبلیغ نامزدیش کوشش نکرد از دست همین امنیتی ها گریخ رفت در خوجند ایستاد تا تمام شدن این انتخابات برای اینکه نامزدیش رو بازپس نگیرد برای اینکه در همین پرینسیپ خودش بیستد آره باقی جان اینو همین خیلی هست نه بسیار مردم ما تلویزیون تماشا میکنن این یک چیزی هست که باور بسیارتر مردم ما با تلویزیون میکنن همون چیزی که در همون تلویزیون نشان داد همون را چی گپی گفت همون را میگه های مثلا هست بسیار نفری هست وقتی که چیز میگه اونا گپ میزنه میخیزونه اینشا میخیزونه رئیسشا وزیرشا کگبشا امنیتشا همش هم روی روز میگشون داروشون که شما خیلی گناه ها میکنین چی با هم خیلی میخیزان میگه برای اون که همه متهم غر دوز بیناموز قلاب همین های به حکومت جمع کردگی هست اونها زبون کوتاه هستند همین مینیمن اگر ضدیت نشون دهند جایشون ترمه است برای اینکه دیلهشون تیار است همین حکومت دارا در رژیم کار میکردگی ها چی سودش است چی پروکرورش است چی امنیتش است چی
کارمند وزارت کارهای داخلش هست، چی وزیرش هست، چی همش اتگی صددار گریختگی، قلاب، دوز، غارتگر، بناموس، همین خیلی است. دیله هاش، پرونده هاش تخ کردگی تیار است. همین کمترین اعتراض داشت آشکار شد اعتراضش جاش پشت پنجره زندان می شود. من بهرام عنایتوف سابق رئیس ولایت ختلان که سابق رئیس ناحیه استرافشان چی شد؟ همین کمتر اعتراض کرد جاش پشت پنجره زندان شد. حالا در پشت پنجره، حالا در سود چی گفت؟ در تاجیکستان عدالت سعودی وجود ندارد. همون در تاجیکستان عدالت سعودی وجود ندارد رو در حال گفت که اوجه فهمید که چی پشت پنجره زندان شده است. تو وای در خدمت همین رژیم بود. همین رژیم دوست گوید میدوزدید. همین استرافشانی ها رو همین بهرام عنایتوف همین جوشیده خوردگی است. جوشیده به امام علی رحمان گسیل کردگی است. استرافشان یکی از ناحیه‌های بویترین تاجیکستان حساب می شود. مردمش هم مردمی بوی حساب می شوند، تاجر حساب می شوند. جوشیده خورده به امام علی رحمان گسیل کردگی است. همین بهرام عنایتوف به همین مبلغ‌های جوشیده به امام علی رحمان گسیل کردگیش در عوضش رئیس ولایت ختلان شد. لیکن در اونجا کمتر گپش گریخت به بیزنسی امام علی رحمان که با دست بیکسبور دخترش اجرا میکرد بعضی بیزنس هایش رو. امام علی رحمان که نلاگ نمیسپردن، انداز نمیسپردن، این خواجه های احراری ولی کی است انداز نمیسپرد. گفت یک بار پشت پنجره زندان شد. آره بینه که برادر شاخر همین دلیل امام علی تا زمانی که یک بار نبردنش تا همون زمانه میگفت که در همه هم برآمدش همی بودی میگفت که میگن که نیست خیلی میگن ما گپ میزنیم که بسیار نفرای قطعی وقت که میرفت چیز میکرد گپ میزنیم هست که ما گپ میزنیم آزادی، یعنی که هم خیلی باوری داشت که آزادی سخن هست. همه یعنی برنامه‌اش گفتن میگفتن میگه یک تا زمانی که حاضر شاید حاضر فهمیده باشه که همین چیز نبوده. ایرا بسیار نفرایی که اوجه در قطاری اما بدن همون ژورنالیستایی که و هم خیلی گپی هم را میگفتن که هست ای چی ترس ایستابی چی چرا میترسن چرا نمیگن این خیلی با رای میکرد که انا این خیلی گفتن خواهیش میکنم، این خیلی خواهیش میکنم، اون خیلی گفتن در کار، این خیلی نه و احساساتی نه، این خیلی گفتن در کار. در حالی که هم خیلی گپ زد خپیدن اینا بردنش بازی کجا فکر میکنم که فهمید که اگر خواهیش هم کنم التماس هم کنی چی نمودی هم گپ زنی یعنی که برده شکنجت میکنم. این یک چیزی معلوم اینه که همین ژورنالیست ها را من نمیفهمم. بعضی خیلی آدمایی که ایوب هستن مثلا یک شهروند یهودیان میبرویند طرفداری حکومت میکنند این خیلی هست این خیلی نیست آزادی سخن هست 100% همه خیلی را فهمیده میشوند و خیلی میگوی سواد ندارن ایارو همین ژورنالیست ها در کدام حالت هم میدونه ژورنالیست ها رو ژورنالیست ها مثلا گریم یک ژورنالیست دیگر میدوند که یک پای خورشیدی عطاالله در همین اداره های دولتی است امنیت و وزارت کارهای داخلی و هاکذا. هیچ کس نمیتواند با خورشید عطاالله رفته همدردی کند. رجب میرزا مثلا گریم همین قدر ژورنالیستی نامدار مثلا دویم پیشتر در مدح ثنای محمد سعید عبیدالله بود حاضر در مدح ثنای رستم مالی دویم در مدح ثنای شهرداری کشور است و کسی که در اطراف رجب میرزا جمع شدنی است بسیار فکر میکند که چیکار کند
که مثلا گریم درد دلش رو بگوید. اونجا باز یک فعال دیگر هورینیسا علیزاده دویم در مدح صنایع حکومت، دویم کسی که علیه حکومت گام بزند همه ژورنالیست خودش سرکوب میکند، همین خودش سرکوب میکند. یعنی خودی فعالهای ما وای پیشتر دیگر بود، مثلا گریم ژورنالیستان رو یک کمتر دیگر خیلتر قبول میکردند و در اطرافش جمع میشدند، به او باور میکردند، به او اعتماد میکردند، با او همراه با او به جان دادن آماده بودند. و این بود که ژورنالیست میدید که مردم به او اعتماد میکند، نمیخواست که اعتماد مردم رو از بین ببرد. حالا ژورنالیست به مردم اعتماد ندارد، مردم به ژورنالیست اعتماد ندارند و چند نفر ژورنالیستان نوی که کم اعتماد مردم رو به دست آورده ایستادند، همین چیهای کلان، گرگهای کلان غششان میبیاید. همین اعتماد مردم رو اینها ندارن، این گرگهای کلان ندارن، کدام جوان ها اومده پیدا کرده ایستاده است همین اعتماد رو. برای همین اینجا چند چیزهای هست که شاید اصلش من هم صرفم نروم. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادن که با صحبت همراه کنیم، چی میگفته باشن؟ الو خب برادران خیمه نبرم آگه مالش. تشکر به شما برادر عزیز، سلامت باشید، رحمت زنده باشید. الو رحمت. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در باره همین دکای دلار گفتنی بودم که همین دکای دلار مقصد برای همین حکومت ما با مثل یک مومیا بود. آزادی مطبوعات مقصد همین دلار وقتی ویدیو برشن میکرد 10 زینه مقصد بالا برداشته. این بگیم که همین دلار نشون داده بود. بله 10 زینه بالا برداشت. مومیا تلخ است لیکن شفا میبخشد. بله آن این دلار برای حکومت مقصد مومیا بود. چه بود وقتی که میگفتن که مثلا این آزادی سخن نیست در وطن ما، مثال می‌آوردن که نه دلار گاوزاده سایکو دلار ایش که زندان نکرده کو دلار آزاده کو. برای هم کاری خطا کردن مقصد ما ایران محکوم میکنیم. اگه دلار واقعا باشه با غیرت و گوده بود نه که متاسفانه ایده اسموی چی نیومد هست که مارا گیفو کردن. درست. حاضر باید همه کم ژورنالیستانی که من برایشون یک کمتر حرمت قائل هستم، احترام قائل هستم و میدونم یک کم گپ‌های گفتنی خودشون رو دارند و میگویند، مثلا گریم هورینیسا علیزاده، خورشید عطاالله، مثلا گریم رجب میرزا، همین ها بر این آدم ها باید یک پایشان در حکومت برای دفاع از دلیل امام علی باید باشد بود، از عبدالله غربتی باید باشد بود. همین ها شب نگفته روز نگفته شب نخفته باید یک استاد تشکیل میکردند، یک استاد مخصوص برای کوشش آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی و دیگر ژورنالیستانی که از پی فعالیت ژورنالیستیشان حبس شده اند و در بازداشتگاه و زندان قرار دارند. باید اینها شب نخفته روز نگفته کار میکردن و یک کم ژورنالیست بودن خودشان رو نشون میدادن. ژورنالیست بودن این فقط همین به روز تولد تبریک کردن و یک کس مثلا گریم در بورش تذکیره نویستن نیست، یا که ژورنالیست بودن اول برای حل کار یک کمتر اول سنا گفته دل به دست آورده سونی از پیش دیپلماتیکی کرده همین آزاد شود نقض میشد، بعضی گناه کردگی باشد اگر بخشیده میشد گفتن نیست. یعنی ژورنالیست اشاره میکند که بعضی گناه کردگی باشد بخشیده شود، گناهی که نکرده است ژورنالیست اشاره کرده ایستاده است گناه کردگی باشد بخشند خوب میشد گفته. یا که ژورنالیست میگردد میپیچد اول متو سنا میگوید سونی میگوید که همین با کرم با لطف خیش اگر میبخشیدید نقض میشد. اول ژورنالیست باید کار برد که همین دلیر امام علی یا عبدالله غربتی جنایت صادر کرده است یا نکرده است. یک ژورنالیست باید به این رو تحقیق کند. سازمان های ژورنالیستی، شورای وسایط اخبار عامه، مرکزی تحقیقات ژورنالیستی
اینها باید اول تحقیق کنن که دلیل امام علی و عبدالله غربتی جنایت کرده است یا نکرده است. یک، آیا جنایت یا قانون شکنی کردگیش به حبس 2 ماهه راست می آید یا نه، این رو باید تحقیق کنن. اگر با کفالت اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان فرض کردیم، اگر با کفالت شورای وسایط اخبار عام تاجیکستان، مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، اگر با کفالت اینها هم دلیل امام علی در آزادی ایستاده به مرافعه های سعودی اشتراک کند، این حالتش میشدگی باشد، برای این کوشش میکردن و ثابت میکردن که آیا دلیل امام علی بازداشت شود، زندان شود، به جوابگری کشیده شود یا نه. تا امروز در تاجیکستان، در داخل خود تاجیکستان، همین ها چند حقوق شناس ها را جلب میکردن، چه از داخل چه از خارج جلب میکردن و کار میبردن، تحقیق میکردن که تا چه اندازه دلیل امام علی بازداشتش درست است. با این هیاهوهای بیکاره نمیشود. اما اینها با یک اظهارات نوشتن و با رستم امام علی معطوسانه خواندن و با خودشون را زشیته کردن و مثلا گریم یک ژورنالیست نامدار خورشید عطاالله برین آدم در فرج میخیزد، به این نیاز پیدا میکند که خودش را سفید کند. برادر، سفیدی تو، سیاهی تو با این گپای تو نیست، با فعالیتی تو است. خودت را در جامعه چی نشون دی، همونی تو خودت را سفید میکنی، زشیته میکنی، من این نیستم، من اون نیستم، من این رو برای این کردم، من اون رو برای وای کار کردم، گفتنی تو با این خلاص نمیشوی. چرا اینقدر از جامعه دور شده ای؟ چرا اینقدر فعالیت نکرده ای؟ به جای خودت چندین نفر رو میبیاری میمونی و هوکزاها. برای چی این خیل بوده است؟ برای چی آوازت نمیبراید؟ این گپا گفتم میگیری تو. لیکن امروز به تو دلیل امام علی نیاز دارد، به تو عبدالله غربتی نیاز دارد، به تو جامعه نیاز دارد، به تو همچون یک شخص کارکوفته در این جاده به دهان تو مردم نگاه میکند که تو چی میگویی، همه رو میمونی تو به خود سفید کنی میگذاری. برادر، یا که استاد معاصر ژورنالیست ها، همین شما ها، این خیل به این خیل حالت های کرخباری گذاریتون چی میشود دیگه؟ همه را موندین عبدالله غربتی گرفته برفتگی، دلیر امام علی گرفته برفتگی، همین کپ کلان ژورنالیست ها به یکی به خود سفید کنی میگذاره، یکی به ماتو سنوی رستم امام علی، یکی به سرکوبی مخالفین. دودو جان هم در وای ژورنالیست داخل میشه. دودو جان در بیرون است. دودو جان عطاالله در بیرون در آرمان است. گپ زنید برادر. بعد نمیشه که پرونده ام دلیل مقصد با بیرون با سازمان‌های بین الملل برای مقصد به فکرم این کار شده شده است. این کار هم شده شده است که همه سازمان‌های بین المللی مقصد طلب کنه که گپ زنید برادر. این دلیل چیست روزنامه‌نگار یگان چیز جنایت بگر چند شما مقصد فشار میارین روی با سازمان‌های ممنوع میزنینش، همه چیز به گرده میگیره، تحت فشار ممکن به گرده بگیره، نه که مقصد سازمان‌ها نمیشه فشار بیارن به حکومت که این روزا که دلیل آزاد کنن و جمعه شهروندی. نه برادر، به همین سازمان‌های بین المللی من کیها دلم مونده است، خصوصا از سازمان ملل متحد. او همین 11 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بیگناهیش را خودش همین سازمان ملل متحد خودش ثابت کرد. یکی از شاخه‌های همین سازمان ملل متحد خودش ثابت کرد که اینها بیگناه هستند. به تاجیکستان 6 ماه مهلت داد که آنها را آزاد کند فوراً. به نفرانی که در زندان کردن اینها شرکت کردگی هستند، در لطوکوب اینها
شکنجه اینها شرکت کردگی هستند، آنها به جوابگری کشیده شوند، هم آنها به آنها جبران معنوی پرداخت کنند و هم در آزاد کردن اینها چون و چرایش وجود نداشته باشد. تاجیکستان به یک پول نگرفت، به یک پول نگرفت این گابرو. همین سازمان ملل متحد شد چی شده کن؟ حالا مراجعت کردین به این سازمان ها چیکار میکنن؟ اینها با به همین تاجیکستان همین گومانیتر نیپوماش و همین کمک های بشردوستانه گفته گرانت هست می پول هست می همین رزونده ایستادند. یعنی تا رفت باید امام علی رحمان قدرتش بزرگتر شدن گرد و مردم رو همین خیر سرکوب کردن گرد، زدن گرد، کفتن گرد، کشتن گرد. همین سازمان های بین المللی همین کارو کرده ایستادند. همین کشورهایی که هستند برای دموکراتیا گفته بیخ گلیشون میدارد، همین ها کرده ایستادند همین کارو رو. همین امام علی رحمان رو جسارتش رو در کشتن، جسارتش رو در سرکوب کردن ملت، جسارتش رو برای باز هم پرقدرت کردن افطریتریزم، دیکتاتور، ان همین سازمان ملل متحد خمیشش کمک کرده شده است و همین جامعه بین المللی همین کشورهای دموکراتیک دموکراتیا گفته میمرن، همین ها پول به امام علی کیسه امام علی برده رحمان برده خسته شدند و امام علی رحمان همه این مبلغ رو برای سرکوب ملت صرف کرده شده است، برای کشتن ملت. چی میگی که باز چی میگی؟ دادت رو به کی میگویی؟ الو؟ درسته جو وقتی که دلیر عبدالستور ویدیو ابرشنی کرده بود، مقصد جامعه شهروندی بسیار صدای بلند کرد، بسیار ریاکسیای تیز خلیخسته بود. ویدیو ابرشنی یک مینوته هر یک مقصد بچه‌ای که در مثال بیرون کشور بان کردن حکومت دیگه ایلوج نیفت دید مقصد عبدالستور سر داد. این دلیر خبیدن همه دلیر با چه میگو 500,000 آدم تماشا میکنن دلیر شو تا مردم جامعه شهروندی سیس خاموشان. ویدیو یگان ویدیو ابرشنی نشیده یک دانش و اخلاً ویدیو ابرشنی مردم در چی شبکه باشه بمب داده کدام مقصد این مردم خودش تصمیم بگیره بمب داده پیام کدام شبکه را مخلوق یک مینوتی ویدیو کنن که آزادی به دلیر امام علی این هم یک تاثیر میرسونه. وقتی که 100,000 آدم تماشاش میکنه اقلا 50,000 آدم ویدیو کنه آزادیش طلب کنه خلاص آزادیش طلب کنه خلاص یگان اونگه پی غیر قانونی نگه ما میخوایم دلیر آزاد کنیم. دلیر شامل یگان حزب حرکت نیست، دلیر یک روزنامه‌نگاری داخلی کشور اینه میخواد بگم هر یک آدم مسئولیت به خودش حس کنه که ما آزادی دلیر میخوایم. دلیر یگان کاری غیر قانونی کردگی نیست، فعالیت روزنامه‌نگاری فعالیت ژورنالیستیک شد انجام دادگی خلاص. همین خدا مقصد مردم جامعه شهروندی طلب کنین شما همین کارو بکنن اصلا عبدالستور کدب دادن کو. بله درباره صلح تاجیکان چی گفتنی هست برادر؟ یگان گفتنی هست تماشا میکرد دلیرا حداقل 100,000 آدم همین ویدیو کنن شاید این تاثیر برسونه که با حکومت ببینن. درست. در فردا 25 سالگی صلح تاجیکان است، به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح است. در این باره شما چی گفتنی دارید؟ ما نسل جوانی میخوام بدونم که مقصد اگر یک طرف روزی نمیشه سازشنامه صلح نمیکرد باید طرف هیچ وقت مقصد صلح نمیشه یا در کنسل میزنه یا ایسه پابدا میکرد یا ایسه ما جوانیم نکه یا کیدات کردن مقصد حزبی نظر اسلام اخیر آوردن فشار 2015 اکستریمیستی اعلام کردن با بهانه وجالیم مقصد حزبی نظر اسلام ایبوزی سیاسی دور کردن ممنوع ترسی اعلام کردن. مقصد همیه که باید همیشه باید هلا اول نیک قدرت به دستشون گرفتن یا رای میدان سیاسی بیرون کردن. همیشه ما وقت نسل جوان همیشه فکر میکنم همیشه تماشا میکنم این چیزا همیشه چیز آگاهی دارم. درست برادر عزیز. با مقصد درست کشور روسیه و ازبکستان باید مقابله کردن شد سبب نوری مثال سازشنامه صلح کرد باور کرد به خاطر ملت گفت ملت تلف نشود صلح کرد. این روز وقت 2006 سبب نوری مرد 2015
کل حزب ممنوع که رسی اعلام کردن در میدان سیاسی بیرون کردن. همین یک برادر گفته است حکومت امام علی باید تحریم اقتصادی کرده شود. همین چی خیلی تحریم اقتصادی میکنیم. منم همین فکر رو جانبداری میکنم و راههایش را جستن در کار. یکی از راههایش همین است که به همین بانک های تاجیکستان پول فرستاده نشود، چون که تمام بانک های تاجیکستان حاضر زیر تصرف عائله امام علی رحمان وارد شدگی است. به امام علی رحمان بانک هایش باید پول فرستاده نشود. باید جورام در گودم کلون خیلی کم صحبت میکنیم در باره همین چیزا. میگه بله او خیلی میکنن برنامه‌اش خیلی مثال شما رو در نظر دارن، میکنن یک تاثیر داره ها، کم میفهمن مردم روز سعی کج. نه که میگه تو ملت خودش تصمیم نگیره، تو ملت خودش تصمیم نگیره. این در سال چند هزار آدم پاسپورت میگیره، پاسپورت روسیه اوج زندگیش اینجا. میگه ما چو میکنم همه این اومده سعی میگم چور کامپیوتر چور سپید مونده چور استودنت دیگه تا پروپاگاندا این مقصدم وای ما وقتش استودنت بودیم میگفتیم که ایده شری نرنسه bayrak به دست اونیست تو میدونیم وقتی بیرون میروی بعد گوش میکنیم برنامه یورو میگن یا درست میگن значит و یا دروغ میکنیم امورا و یا تا پروپاگاندا خشون امورا خص بوزیشون جوانو رو داخلشون جواب کردن بدون شک کدومی که یک کنکورس دوم کورس سوم کورس اونجای و یا اصلا قبول دارن همین خاطر تو اسنایا مقصد شما رو قبول ندارن. ما خودمون سودیم بودیم مخی میگفتیم ایده شعر نرنسه یا bayrak به دست استومدی نه که میفهمی که اون اصلا دلی و یا مور فریکشن کلی ملت دیزیشن کوربورشون انجام کردیشن تحریم اقتصادی ایران واقعا مردم خودش تصمیم بگیره بهترینه. اخی همون خیروی کنن که زنو گوداش بازار بخرد نروار توی راست بازار رو همه چیش دست ملت خودش تصمیم بگیره همه چی خوب میشه اگر ضربه میزنه. بله درست است. درست است. مردم میگی هیچ با هم کاری خبری خودش با روی کشه. حالا برادر عزیز درست است اونها میگن مثلا اینو گاب میزنن تو مردم تصمیم نگیرد هیچ گاب نمیشود. درست است اینش هم درست است تصمیم مردم هم درست است لیکن با خاموش ایستادن مردم چی تصمیم میگیرد؟ برای مردم یک انگیزه لازم است که مردم تصمیم بگیرد. حالا در حالتی که امام علی رحمان شب روز کشته ایستاده است شب روز سرکوب کرده ایستاده است در این حالت به مردم انگیزه بیدار شدن خیستن تصمیم گرفتن از کجا پیدا می شود؟ همین راهش چی باشد؟ مثلا گریم حالا بعضی کس گفته ایستاده است که شما گفته ایستادید عمل نیست این خیلی نیست و خیلی نیست. در اون طرف امام علی رحمان با کماندش مردم رو سرکوب کرده ایستاده است تا سر نبردارند و از اون دزدی هایش گپ نزنند. پس همین مردم در مابین باید چیکار کنند چی شود که انگیزه هایش بیدار شود؟ مردم اگر همین روز همه شما برین آزاد همین 100 نفر باشین 200 نفر کنترل مینود شما رو یک بکشن یا زندان کنن شما رو رفتن میکنیم شما هم کاری شما همین برنامه مردم آگاه کردن این عملا مردم خودش تصمیم میگیره کی که مردم تصمیم گرفت میشود تصمیم نگرفت اگر همین بخوان که همین سیستم خیلی بران رفتن میگیرن این ایش اوجه دست مردم نمیشه. شما همین چی مقصد چی کاری دست شما میاد همین کاری دیگه چی کاری ایجاد میکنید؟ بله برادر عزیز درست است. نه که ویش که در پناهنده حزب سیاسی را گرفتن رفتن اودی خیسن حتی باید برنامه میکنن و یا باید ایجا بکشن چون که اینجا من میبینم همین 3-4 نفر برنامه میکنن دیگه شاید زندگی و کار بریخشون و یا باید تصمیم بگیرن که او میویان اومدنی هستن تاجیکستان یا نه هم دمی کارو بریخشون 3-4 نفر هم برنامه سیاسی کلیسه خلاص خودت مثل محمد اقبال انا ای کبری دیگه شنو میبینیم که اینجا کل میکنم 2-3 هزار آدم پناهنده سیاسی گرفتگی رفتگی و یا هم باید حرکت کنن چون تا خاموشن بچه‌هایی که در آلمان در فرانسه جو همش پناهنده سیاسی گرفتن رفتن کو اودی خدا گشتن انا او باید کم سر بردارن بیرون کنن که او چاشته بیرون درونه خلاص بیرون فکری خلا بود خویش نکنن. درست برادر عزیز. ما گاونازم در گرمانیا میگم ما گاونازم نه که پرابلم شده خلام در توی
همین منطقی همین چیز رو نمیفهمم. بخور تو مخالفی، اونجا اومده گفتی من مخالفم، گفته پناهندگی گرفتی. اگر فکر این رو داشته باشه که تو گپ زنی خلت عذاب میتیاد، اوچت عذاب میتیاد، فرق فر گوشه که خرت عذاب میتیاد، و چه احمقی میکنی مخالف میشی؟ همین چیز همین منطقی همین گپ رو نمیفهمم من. کی میگوید نه من گپ زنم اونجا، بعضیش من گپ زنم خوش تو منم عذاب میدیاد، خسورم. پدرش همینجا، مادرش همینجا، دخترش همینجا، خواهرش همینجا، گپ گفت از خسورم عذاب میته، خوش تو منم عذاب میته. اوه مرد که خوب. و تو چی گفت چین علف خوردم مخالف شدی. وقتی که تو فکر میکنی که تو گپ زنی دیگه خیش تبارت عذاب میته. دم تک بگیر بشین بود در همه تاجیکستان گپ نزن مخالف نشم بود. رو یگان کنجی همه نمیشه با استاد کبیری برسونی که همه ویش که کندن حرکت نمیکنن، خط چون بزنن کادر. چیکار میکنه؟ کبیر پرکرور نباشد که اونها رو ببرد، یا رنگ رحمانوف حکومت در دست نباشد، امنیت در دست نباشد که اونها رو چیکار کبیر چیکار میکنه؟ نه اعلانیه کنه که فلان ای خارج کرده شود، هر یک بچه ارزو داره که در مقصد شامل اعضای حزب شود، برای هم پناهنده سیاسی شو بگیره، فعالیت سیاسی شو مقصد در اوج بکنه. ایرسیان نمیشه امیر یا مسئله شبیه کدومش که مقصد دروی میجویان میگریزن او ساعت خوری چون کنین کادری نو بگیرین، کادروی نو کسی دست بوره سیاست یا فکر چیزی نو داره، یک عرات رای مثال یور قبول کنین بگیرین برینشون ایجا در اوجا منبر بکنشون اوزاد در اوجا گاو زمان درست. هر بچه که در بوره سیاست بهترین بچه‌ها رفتن نمیتونن، مقصد پناهنده نمیگیرن، فقط حزبو میتونن و یورا بگن که او آدم وای و یورا ویزا میتونن، این خیلی نمیرم نمیشه رفتن نمیتونن. درست. بچه‌های خوب بسیار ادم است. درست. خیلی مشکل است این مسئله های اینجا آوردن ها. کاش در دست من همین چیزها میبود خیلی کار میکردم. کاش در دست یک نفر دیگر میبود. برای همین من حیران میشم که و تو مخالفی، بله اینجا پناهندگی گرفتی اومده، پناهنده شدی، تو مخالف هم گفته اومده پناهنده شدی. چی خیلی مخالف بودی؟ من بر ضد امام علی رحمانوف مبارزه بردگی هستم، یا که من از حزب سیاسی مخالف بودم و کذا. دوست گوش کن، هر نفر دوستی من، هر نفر گرد اطراف من، نفرانی که در یک سنگر هستیم یا که بودیم و حالا شما به بیزنس و تجارت خود گذشتگی هستید، گوش کنید. فرض کردیم شما اگر آمده خاموشی رو پیشه میکردگی باشید، نبیایید بود به سیاست، گردید بود به شما کاردار نبودم امام علی رحمانوف. چرا به سیاست پیوستید؟ به سیاست پیوستی گپ خود رو داری. چرا آدم سیاسی هستی؟ چرا مخالف هستی؟ مخالف گپ خودش رو دارد، با گردنش تیغ مانند هم او گپ خودش رو دارد، فکر خودش رو دارد، اندیشه خودش رو دارد. یعنی میدوند که یا قربان میشود یا غلبه میکند. همین مخالفند همین قدر فکرش است، کلش یا قربانی میشود یا که غلبه میکند. از این دو دیگه زیادتی فکرش نشده کن. از این دو زیادتی فکر مخالف نه. کنی هموطن رو به صحبت پیوندیم چی؟ چندین نفر حاضر همینجا هستند، میپیوندن میگریزن. او برادر همین از گنجشک ترسی ارزان نکن. ارزان که کوریدی یعنی تو باید بیدروی، غلب به دست بیاری. برای این جان کندن در کار، برای این سبزیدن در کار، نشونمای افتن در کار، سبزوندن در کار، نشونمای آوردن در کار و نهایت حاصل گرفتن در کار. تا حاصل گرفتن مور های ملخ های خشکی های آب نآمدن ها هست و تو آب نگذاشتن ها هست. یعنی او دانه کشتگی نسبزیدن هایش هست. باید تو مبارزه بری، کوشش کنی گنجشک رو سر کنی تا اینکه غله کشتگی رو از زمین شینده نگیرد و باید تو کار کنی
وقتی که تو غله رو کشتی من مخالفم گفتی که چی کار نکردی چی میشود؟ شما باید همین درباره همین کادرهای نوجوانایی که در اینجا میخونن دیپلمات میخونن میسیون میخونن مقصد برادر عزیز طرفداری شما برادر عزیز همینجا من به شما یک پیشنهاد میکنم هم برادرایی که دیپلمات میخونن مبارز هستند و فکر اندیشه های خود را دارند اما به خاطر آنکه جایشان ناامن هست آشکار گپ زدن نمیتونن خواهش میکنم رقم تلفنی آنها رو به من دهید من اقلا از مشورت آنها استفاده کنم از مصلحت آنها استفاده کنم از دانش آنها استفاده کنم این به نهایت خوب است یعنی اشتراک آنها در همین راه هست وقتی که شاید فرصت شود که به جای یک امن کوچند نمره شونانه دوران یک با شما خطونه میخواه برنامه کنید که ما میخواه کادرو را با ما مقصد تایدینش بروید در الوهیدگی با شما باید دارم پیوست میشم من مرحمت کسانی که ما را شنیده ایستودید در همین اکادمی های دیپلماتی میخونید در حقوق شناسی میخونید در اقتصادی میخونید در سیاست شناسی میخونید در جایی که تحصیلتون هست در آیتی تکنولوژی میخونید عموما پروگرامیست میخونید دیگه و هوکزو ها و میخواهید با ما همکاری کنید ان همین رقم واتساپ من در همینجا وجود دارد و ان همین رقم واتساپ تلگرام هم هست میتونید توسط تلگرام توسط همین رقم تماس بگیرید با ما نویسید با تمام مسئولیت میگویم که حیثیت شما آشکار نمیشود شما که خودتان خواستید حیثیتتون آشکار شود این کار شما است نخواستید ما فقط از دانش شما از فکر شما از اندیشه شما استفاده میکنیم و گفته های شما را کوشش میکنیم که به مردم برسونیم و اون چیزی که شما میخواهید مثلا گریم در رسانه ها باشد در برنامه ها باشد و حتما از پیشنهادهای شما استفاده میکنیم میتوانیم یک گروه مخصوص سازیم که همدیگر رو نمیشناسیم اما یک کار بزرگ کرده میتوانیم با نام های هر خیلی با نام های مستعار یک گروه شدن ما هم ممکن است و برنامه های بهترین برای ملت پیشنهاد کردن اون هم ممکن است من مرحمت انمی واتساپ من همین رقم تلگرام هم دارد برای چندین با پیشنهاد کردن گفت که ما قبول نمیکنیم اعضا نمیگیریم دیگه گفت اعضا نه اما همکاری میکنیم ما با دلخواه شهروند تاجیکستان که در مثلا میخواهد یک پیشنهاد داشتگی باشد میخواهد یک از علمش از دانشش از فهمشش از ذکاوتش ملت استفاده کند ما آماده هستیم که علم و دانش و ذکاوت و فکر و اندیشه او را برای ملت پیشنهاد کنیم این خودش علم هم فهمش هم دانش هم ذکاوت هم امانت است که باید داده شود امانت الهی است به هر کس نمیدهد حکمت است این و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا به کسی که خداوند حکمت داده است و درستی که یک خیر بزرگ به او داده شده است بهروز سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سود نکشم که سلامتتون خوب تشکر مانده نباشید نمیشود که از همین گپ در عمل گذاریم پس دیگه گپ میشود کنی یک پیشنهاد گپ زنید چی یک پیشنهاد چگونه به عمل گذاریم یک پیشنهاد بهترین اگر قبول کنید همه میترسد که وزیر با شما در تماس باشد یا قطعی شما همکاری کند میترسد یک تا تلفن بگیرد در همه حوزه مهاجر قطعی شما هم صحبت یک تلفن میگیرد و یک سیم کارت در اینجا به پول به نام و فامیلیا میگیری در همون سیم کارت رجیستراسیون میکنی فقط تماس با شما ها دیگر یگام تاجیکستان یگام جا با اون زنگ نمیزنید میگم خیلی دیگه او را یافته نمیتوند اگر ترسید ده اصلا اینم خیلی سرجم شویم و بریم تاجیکستان یگان تلفن کهنه گردم میشود همه اینترنت کار کند شید در تماس با شما ها
مقصد سرجم شویم بریم تاجیکستان فقط میتونیم که یک روز همون نه سونی 10,000 همه کسی میشه. که ترسیده ایستادن که من میقپد سابشنی میفهمد از واتساپ نویسم میفهمد همین گپ دروغ است. از داخل تاجیکستان از داخل تاجیکستان برادران عزیز قریب همه روزه به من 10-12 نفر زنگ میزنن گپ میزنن. بعضیش من خواهش میکنم که اگر دور دراز گپ زنیم اینها ما رو فهمیدنش ممکن بیا یک بار زنگت قطع کن دوباره گپ زنیم نمیگم فهمید از گپ زدن میگم برای اینکه اونها مطمئن شدگی هستن که هیچ کس هم ایرو نمیفهمد. میگه من با محمد اقبال نیم ساعت یک ساعت گپ میزنم هیچ نمیشود هیچ کس یگان سالها گپ زده گشتم با مخالفین یگان مشکل به سرم نامده است. از این میبراید که تو اینه که ما از خودمون یعنی کمبودی به میان نبیاید خودمون به یگان کس گفتن لفظ زده نمونیم که من با شوکتی محمد گپ زدم من با محمد اقبال صدرالدین گپ زدم این خیلی ها خودمون از دهان خودمون نبراید توسط تکنولوژی این کارشون حالا به این درجه رفته نرسیدن. اما از ایمو استفاده نکنید. ایمو کسانی که از ایمو استفاده میکنید خواهش میکنم دیگه وسیله ها رو استفاده کنید ایمو رو قطع کنید. برای چی؟ ایمو یک پریلژنیه یک میسیجی تو آخر ساخته شدگی نیست یعنی تو آخر رفته رسیدگی نیست. حتی وقتی که با ایمو گپ زده ایستاده اید یگان نفر دیگه زنگ زنید این به خواهش میکنید که یک دم صبر کنید به من دیگه کس زنگ زده ایستاده است با او گپ زده ایستاده همه گپی با او زده ایستادگیتون رو نفری که پیشتر با ایمو با شما در تماس است همه گپتون رو فهمیده میسته. این چه خیل میسنج است این چه خیل پیام اگرسون است. این تو آخر کارکرد شدگی نه این خودش که تو آخر کارکرد شدگی نه یک پریداتل بر این گپ است. برای همین از ایمو دست کشیدون. من حاضر تلگرام برآمدگی است اکثریت کسانی که بیشتر میخوان که مثلا کانفیدنسیال نه مناسبت کنن از تلگرام استفاده میبرن بیشتر از واتساپ استفاده میبرن دیگه و حقوقها به این ها گذارید با خویشاوندانتون هم گوید که دیگر ایمو استفاده نبرن. همین خیلی بسیاری ها از همه میترسد خیلی توست ترسیدید اینم خیلی تلفن بگیرید یک تا بیاید سرجم شویم 10 کس 20 کس 100 کس 1000 کس بریم در تاجیکستان یه روزی معین شود که همه سرجم شود در شهر بیاییم شهر در یک قشلاق در یک ولایت یا از ولایت زدن دست نمیکشد از قشلاق زدن دست نمیکشد اینه که در شهر اومدیم هیچ کار دستشون نمیآید. بله یگانه رو فقط شهر ده بشود از شهر بیرون ولایت قشلاق اینا رو همه را میزند. اینه که در شهر اومدیم هیچ کس هیچ کار کرده نمیتواند. در شهر اومدیم تمام مردم شهر میخیزد. مطمئن باشید که مردم شهر بیزارن. همین 15-20 هزار از هر گوشه تاجیکستان بیاد شهر بیاید 15-20 هزار که جمع شود از شهر خودش 100 هزار دیگر میخیزد. درست این امیر پیش رو گرفتن در کار این همه خیلی کار کردن در کار که همه باید یک روز شهر داشته دیگر جای ترس نیست. در مدت 3 ماه می شود در مدت 5 ماه می شود در مدت 1 سال می شود این همینا رو سرجم کردن در کار که از شهر سر کردن در کار زدن نه یگان کس پراندن نه یگان کس کشتن نه فقط اعتراض شهر ده باشد. 7 ماه همه در شهر بسته با خیلی سپیتاکلو با خیلی دروغیاش ما خیل میکنیم تری میکنیم همه را پراکنده نکند همه سرجم باشد بسته تا رفتن شد تو جا را خالی کردن همه باید مردانوار بسته در میدان ان همون وقت میتونیم دیگر یگام کار دستمون نمیاد. شهر ولایت اینا دیدید ولایت بدخشان چیکار کرد. بله درباره صلح تاجیکستان چی گفتنی هستید؟ چی فکر دارید؟ درباره صلح تاجیکستان خیلی کرد همه کار بدی کرد در حق دین اسلام همه گونه کارا را کرد یگان چی نمون همه لیدرها را کشت
همه را دشمن اعلام کرد. در تاجیکستان خیر فقط همه میدونند یک آدم هست، فقط یک آدم دیگر هیچ که نیست. نه وزیر دارد، نه کبیر دارد، نه گنرال دارد، نه کاپیتان دارد، نه مایور همه دارد. گپ خودش میزند ها. بله، نه سود دارد، هیچ که ندارد. نه ژورنالیست دارد. نه دو تا ژورنالیست بود بیچاره، اینم برد محکم کرد. در تاجیکستان هیچ که نیست، یک آدم است فقط. از با یک تا دیگه نو پیدا شده ایستاده است. از اون با کم تر دیگه هست. دیگر هیچ که نیست. اینا همه میدونن. اینا تمام جهان میدونن، نه ملت تاجیک. هم ملت تاجیک هم مادر تولد کرد، پگسرشون کودک میفهمه در تاجیکستان یک آدم است. درست. اینا می خیلی اخی شو کرد. اینا امیر سرجم کنه. اینا فقط شما ها میتونید که همین کارا پیش دست بگیرید و از همین استفاده برید. ما برای کار شما ده. زنده باشید برادر عزیز. وستان خستم. تشکر به شما. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر به این نفرانی که در برنامه امروزه شرکت کردند. تشکر به نفرانی که ما را تماشا کردند و صحبت‌های ما را گوش کردند. تشکر به آنهایی که بعد تمام شدن برنامه ما را تماشا میکنند. خواهش میکنم از یکی شما که برنامه را تماشا کردید و در آینده تماشا میکنید، نظرهای خود را در زیر این نوار بنویسید، فکر و اندیشه های خودتان را بنویسید، لایک های خودتان را بمانید و به ما کمک کنید که ما در آینده با یک شوق و هوس تمام در خدمت شما باشیم و به شما برنامه‌های بهترین را پیشنهاد کنیم که در این نیت هم هستیم و کوشش کرده ایستادیم که در روزهای نزدیک برقرار شویم و برقرار شوی که گروهی ایجادی، گروهی میدی پیام با آخر برسد و علاقه ما با یک خواهش تمام و با یک شوق و هوس تمام در خدمت شما باشیم. برنامه امروزه را با آخر میرسانم. با یکی شما تشکر میکنم که با ما بودید. ان شاء الله در برنامه‌های دیگر وامیخوریم. سلامت و سربلند و پیروز باشید و همیشه کوشش کنیم که سربلندی ما، سرافرازی ما و مستقلی آینده نگری ما سطحش بالا رود و کوشش کنیم که برای پیشرفت تاجیکستان و فردای تاجیکستان همگی یک به یک سهمگزار باشیم. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. سلامت و سربلند و پیروز باشید.